عنوان با شبها با صدای تو اینجا هستی با آوای بوف، کتاب ها را به صوت در میآوری. ما همراه شبها در همه رویاها، در حس خیالی دنیا را پیشتر میبری. خواب و خوابنما. نویسنده ف الف. ناشر آوای بوف. سال انتشار 1403. مدیر تولید قاسم قرداغی. راوی نسیم. تاریخ اجرا اردیبهشت 1403. تعداد صفحات 130 صفحه. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com این مجموعه داستان تقدیم می شود به آقای قاسم قرداغی به پاس زحمات شبانه روزی ایشان برای کسب آزادی و غلبه علم و دانش بر جهل و خرافات و جایگزینی نور بر ظلمت. ف الف. خواب و خوابنما. من اصولاً به خواب و به تعبیر آن اعتقادی ندارم. و اصلاً برایم مهم نیست یک شب رویای خوشی را در خواب می‌بینم یا شب دیگری کابوس وحشتناکی و یا دلبرکی نازک‌اندام و شیرین گفتار در کنار جویباری زیر یک درخت بید مجنون که از هر برگ ظریفش عطر عشق را در فضا پراکنده می‌کند نشسته ایم و پاهای برهنه‌مان را در آب قرار داده گل میگوییم و از زبان یار نغمه‌های گوشنوازی میشنویم. باور کنید تا همین حد است. هیچ قصد پرده پوشی یا جانم از آب کشیدن ندارم. خیلی که جلو رفته ایم، عسلی را با انگشت دهان هم گذاشته ایم و همراه عسل انگشتان همدیگر را مکیده ایم. این رویا را هم چندین بار دیدم. از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان؟ خیلی دوست داشتم این جاده ای را که خواب می‌بینم تا جاهای باریکتر و عبور ممنوع هم بروم. اما متاسفانه نمی‌دانم چرا هیچگاه چنین اتفاقی روی نمی‌دهد. ولی مدت هاست به جای دیدن چنین خوابهایی تمامی رفتگان به دیار خاموشی به دیدنم می‌آیند. از همسایگان 70 سال پیش و یا دوستانش از 70 سال گذشته و تمامی بستگان و آشنایان و فامیل دور و نزدیک که به جهان باقی شتافته‌اند. نمیدانم با من کار خاصی دارند یا دلتنگ من شده اند. مثلا محمد روستایی، یکی از دوستان دوران کودکی و دبستان و دبیرستانم که قبل از ازدواجش هفته‌ای 5 یا 6 روز پیش هم بودیم و هرچه می گفتیم تمامی نداشت. او که بعد از دیپلم یک مؤسسه که تهیه فیلم‌های تبلیغاتی احداث کرده بود و با شور و هیجان از برنامه‌های کاریش تعریف می‌کرد. از فیلم‌های تبلیغاتی که ساخته و پخش شده بود، از ایده ساخت یک فیلم سینمایی می‌گفت که سرتاسر آن تبلیغات کالاهای مختلف است که هزینه فیلم از پول تبلیغات تأمین می‌شود. خیلی حرفا داشتیم که با هم بزنیم
اما بعد از ازدواج محمد مجبور شد تن به خدمت سربازی بدهد که وارد سپاه ترویج و آبادانی شد و به یکی از دهات اصفهان اعزام شد. اما او که تازه ازدواج کرده بود تحمل دوری همسرش را نداشت و وقت و بی وقت از خدمت فرار می کرد و به شهر ری می آمد تا چند روزی را با نوعروس نازنینش سپری کند. و برای رسیدن به معبود از هر وسیله‌ای استفاده می‌کرد. از کرایه خطی و اتوبوس و اتومبیل شخصی و کامیون و تریلی تا اسب و قاطر برایش فرقی نمی‌کرد. دوست داشت 2 بال داشت و این فاصله را با بالهای خودش چون کبوتران پرواز می‌کرد تا هرچه زودتر کاسه چشمان مشتاقش را میزبان چشمان زیبای همسرش کند. که در یکی از همین سفرها باز مجبور می شود سوار کامیونی شود تا هوا روشن نشده خود را به شهر ری برساند که در بین راه کامیون واژگون می شود و تردد محمد در جاده اصفهان تهران برای ابد متوقف می شود. و به جای دیدن یار به ملکوت اعلی پرواز می کند. حال او بعد از 50 سال مرتب به خوابم می آید و دعوتم می کند نزد او بروم و با هم باز مثل گذشته گپ بزنیم. هرچه می گویم محمد جان من تو را بعد از عروسی هرگز ندیدم، چطور شده باز به یاد من افتاده ای؟ جواب ساده بود. تو مگر از من دلخوری؟ یا مگر به دوستی ما خدشه‌ای وارد شده؟ فریدون جان من که هرگز قبل از همسرم با زنی تماس نداشتم چه باید می کردم؟ آن هم زنی که زیباترین زنها بود، زنی که از جان خودم بیشتر دوستش داشتم، زنی که در قلبم نشسته بود و هرگز بیرون نمی رفت، زنی که دوریش را حتی برای چند لحظه هم نمی توانستم تحمل کنم. با این توصیف به من حق می دهی که از 24 ساعت شبانه روز 48 ساعتش را در کنار همسرم باشم. آیا من وقت داشتم تا باز هم پیش تو بیایم؟ گفتم نه. یادم آن روزها وقتی تو را از دور می دیدم. محمد جان تو در روی زمین نبودی بلکه در آسمان ها سیر می کردی و حق هم داشتی. ناگهان عاشق شدی و دل مهربونت را به گلرخی باختی. بله، حق داشتی. اما حالا چرا به یاد من افتادی؟ چی شده که مرتب میای به خواب من؟ برو به خواب همسرت، عشق نازنینت. متاسفانه فریدون جان من را به خوابش راه نمی دهد. البته حق دارد. جوان بود و زیبا، همسر دیگری برگزیده و فرزندانی دارد. من را دیگر فراموش کرده است. برای همین به دیدار دوستانی می آیم که بعد از این همه سال هنوز من را فراموش نکرده اند. من چندین بار به دیدنت آمدم تا تو را هم دعوت کنم پیش من بیایی. با ترس پرسیدم کجا؟ گفت یک جای خوب. من رفیق خوبم را به جای خوبی دعوت می کنم. نه ترس. به جز لذت بردن و خوشگذرانی کار دیگری نیست که بخواهی انجام دهی. همیشه حرف که به اینجا می کشید با دلخوری می گفتم نه و از خواب بیدار می شدم. این یک چشم از خوابهای مکرری است که بارها دیدم. اگر تحمل داشته باشید و خودم هم اگر خسته نشدم از هر 10 خواب یکی را برایتان تعریف می کنم. البته شاید به 3 هم نرسد چون خودم را بیشتر خسته و کسل می کند. و به همین دلیل سعی می کنم خیلی خلاصه تعریف کنم تا شما بعداً قضاوت و تعبیر بفرمایید. یک شب تمامی رفتگان خودم را در خواب دیدم. پدر، مادر، برادر، عموها، عمه‌ها و حتی خاله‌ها و شوهرخاله‌ها. همه هم شاداب و سرحال در منازل لوکس و جدیدی که من ندیده بودم اما در خواب می دانستم اینجا منزل عمو مصطفی یا منزل حبیب آقا شوهرخالم است. اصلا معلوم نبود اینها زنده هستند یا مرده اند و نمی دانستم به چه کاری مشغول هستند. همگی به من لطف داشتند و رفتاری مهربانه. اکثر اوقات هم یک چیزی به عنوان هدیه یا یادبود به من میدادند و یا بیشتر اوقات با هم غذا میخوردیم.
البته این را بگویم چون از مدتهای خیلی دور به من گفته بودند در خواب از دست مرده هرچه بگیری خوب است، اما مواظب باش چیزی به آنها ندهی، و یا اینکه شنیده بودم در خواب اگر انسان دندانش بیفتد بدیوم است و امکان دارد اتفاق بدی برای خودش یا نزدیکانش بیفتد. لذا هنگام خواب هر شب بعد از مسواک زدن دندانهایم را با انگشت کنترل می کردم که لغو نباشد، و وقتی در خواب می خواهم چیزی بخورم ابتدا دندانهایم را کنترل می کنم که اگر لغو بود چیزی نخورم که باعث شود دندانم بیفتد. چه درد سرتان بدهم؟ من دیگر همسایه ها و رهگذرانی را که قبلا می شناختم و فوت کرده بودند را نیز در خواب می دیدم. و عجیب بود همگی می پرسیدند نمیخوای بیای پیش ما؟ وقتی من جواب منفی می دادم آنها هم کوتاه می آمدند. تا اینکه یک شب پسر عمو محسنم را در خواب دیدم. با محسن دوران خوشی را گذرانده بودیم. با اینکه محسن چندین سال از من بزرگتر بود و ازدواج کرده بود، اما از آنجایی که بین ما مهر و علاقه شدید برادرانه‌ای وجود داشت و همیشه از دیدن هم و با هم بودن شاد می شدیم، ایام خوشی را با هم داشتیم. و آن شب در خواب بی نهایت مسرور و شادمان شده بودم که محسن را بعد از سالیان سال می بینم. البته رابطه ما وقتی من ازدواج کردم قدری دچار وقفه شده بود. مدتها او را تا هنگام خاک سپاری که خیلی زود هنگام در 44 سالگی دار فانی را ودا گفت ندیده بودم. ولی آن شب به خوابم آمده بود. درست مثل این که با هم قهر بودیم و حالا آشتی می کنیم. محسن خصوصیات اخلاقی بسیار پسندیده‌ای داشت و چون برادری نداشت من را به چشم برادر کوچکترش نگاه می کرد. و من مانند یک طفلی بودم و او بود که دست مرا می گرفت و همراه خود به مکانها و کافه های تهران می برد. با اینکه در برابر هیکل درشت و قوی محسن من مثل جوجه‌ای بودم، حداقل هفته‌ای 3 شب با هم بودیم و اکثرا من او را مست به منزلش می‌رساندم و تحویل زنم و خانمش می‌دادم. گاهی هم همانجا می‌خوابیدم. من تا محسن را در خواب دیدم پریدم در آغوشش و آنقدر بوسیدمش که من را از خودش دور کرد و گفت چه خبرته؟ بس دیگه. مگه ذریح امامزاده بی غیرت را بوس می‌کنی؟ خب بگو چه خبر؟ اصلاً یاد ما هستی با مرام؟ گفتم چرا نباشم محسن جان؟ بهترین خاطرات و خوشگذرانی ها را با تو داشتم. تمامی هزینه ها پای تو بود. یه شب 2 شبم که نبود. کافه جمشید تو منوچهری. نمیدونم چرا هر شب ملوک زرابی آنجا برنامه داشت. آخه پیر شده بود. یادته؟ کافه آسیا، کارون، کرامت تو لاله‌زار، کافه سوسن لاله‌زار نو، آقا رضا، سهیلا، بهشت شاه‌آباد تو خیابون شاه‌آباد، رامسرنو، دیگه آذربایجان توی سیمتری، دیگه گفت یه بار سر فرهنگ و کلی تو امیریه را جا انداختی. بله، اگر بخوام عرق فروشی ها و پیاله فروشی ها رو بگم، اولا اسمشون یادم نیست. تازه اگر هم بخوایم اسم ببریم سر به فلک میزنه. محسن: راستی فری، یادته یه شب که من سیاه مست بودم گفتم میخوام برم دروازه. با هم رفتیم اونجا، اما تو از اونجا خوشت نمی اومد. با کسی هم نرفتی؟ حالا هم بدت میاد یا جانماز آب میکشیدی؟ اولا فعلا که چنین جایی نیست، اما محسن جان، من نسبت به انسانهای سیاه روزی که به خاطر رفع نیازهایشان مجبور میشوند بدنشان را در معرض فروش دیگران قرار دهند حس خوبی ندارم و دوست دارم بتوانم از چنین شرایطی نجاتشان دهم، نه اینکه خودم هم از وجودشان بهره مند شوم. محسن: من این حرفها حالیم نمیشه. بگو ببینم چرا نمیای پیش ما؟ کجا بیام؟ محسن: همینجا پیش من. بدبخت عجله کن، کلاه سرت میره ها. چرا کلاه سرم بره محسن جان؟ پریدن وسط جهنم که دیگه عجله نمیخواد. محسن: کی گفته تو بپری وسط جهنم؟ جات اینجاست پیش من. تازه بابا و عموهات هم میبینی.
میبینی که همگی خوب و سرحال هستند. چی میگی؟ یعنی از جمع ما هیچ کس جهنمی نبوده؟ محسن: خودت که دیدیشون تو جهنم بودن؟ نه، اما تو بهشت هم نبودن. محسن: مگه من میگم بیا برو تو بهشت؟ پسر، بهشت کجاست؟ هنوز آماده نشده. جهنم چی؟ اون هم درست نشده؟ محسن: چرا؟ جهنم و مرتب دارن توسعه میدن. هرچه بزرگ و بزرگتر میشه جوابگو نیست. فازهای زیادی را اضافه کردن. تازه اینها رو میگن پیش درآمد جهنمه. جهنم واقعی رو میگن خیلی وحشتناکه. حالا بگو کی تمام میشه و سازندش و مهندسش کیه؟ محسن: پسر جان، تا روز قیامت و دمیدن سور اسرافیل در حال ساخت هستند. مهندسا و بناها و معمارش هم کسانی هستند که تو دنیای واقعی هم برای خود و دیگران جهنم می ساختند. اینجا هم به همین شغل شریف مشغول هستند و دارند شبانه روز کار و تلاش می کنند تا جهنم بزرگتری ساخته و پرداخته شود. مگه خدا میخواد همه مخلوقاتش رو بفرسته تو جهنم؟ محسن: خدا نمیخواد قربونت برم. این خود مخلوقات خبیثش هستند که نمیخواهند جهنم را قبول کنند و دست به هر عمل ناشایست و غیر انسانی میزنند، خیانت میکنند، دزدی میکنند، جنایت میکنند، دیکتاتوری و بچه کشی میکنند. محسن: داری منو میترسونی. من هم به بهشت و جهنم اعتقادی ندارم. محسن: پس بیا بریم یه گوشه ای بشینیم و حرفایی را بهت بگم که نباید میگفتم. چنانچه تمام دوستان و کسانی را هم که خواب دیدی جرأت نکردند از اینجا چیزی بهت بگن. فقط دعوتت میکردند بیای اینجا. آره راست میگی. فقط بهم میگفتند بیا، چرا نمیای پیش ما؟ اما از حال و روزشان چیزی نمیگفتن. باشه بریم، اما برای تو بد نشه. محسن: والا نمیدونم، اما دلم نمیاد وقتی میبینم تو با درد و رنج و عذاب چارچنگولی چسبیدی به اون دنیا ساکت بمونم. دلم برات میسوزه و از طرفی باز هم دوست دارم پیش هم باشیم تا جاهای دیدنی رو نشونت بدم و کاری کنم که تمام محرومیت‌های اون دنیای لعنتی رو فراموش کنی تا بفهمی کیف و لذت زندگی یعنی چه. خیلی مشتاق شنیدن و دیدن یک چنین جای پرشکوه و پرنعمتی شدم. به اتفاق محسن رفتیم نزدیک یک درخت بیدمش که بوی عطرش انسان را مست و بیهوش می‌کرد نشستیم و گفتم تا اعلام ممنوعیت نشده حرفت را بزن. من هنوز هم باورم نمیشه محسنی که هر شب عرق می‌خورد و کارش قماربازی بود در یک چنین جایی باشه. که محسن گفت میدونم به چی فکر میکنی. ببین پسر، من فقط یک شاکی خصوصی داشتم که پول زیادی ازش برده بودم و از من شکایت کرده بود. گفتم فقط همین یک نفر؟ گفت بله. آخه این بابا بعد از اون باخت توبه میکنه و دیگه قمار نمیکنه. اما بقیه مثل خود من بودن. هر وقت شرایطی به وجود می آمد مثل من قمار می کردند. حال یا می باختند یا می بردند. اما این بابا پشت دستشو داغ کرد و دیگه بازی نکرد و چسبید به نماز و روزه. بهش گفتم آقا جان تو آمده بودی پولهایت را به من ببازی و بری. گفت نخیر، چرا باید می باختم؟ آمده بودم ببرم. گفتم پس مرد حسابی، تو هم میخواستی پولهای منو ببری. اگه برده بودی خوب بود، شکایتی نداشتی. فریاد زدم پروردگارا، به ذات مقدس خودت قسم، هر کس قمار میکند میخواهد پول طرف مقابلش را ببره. چیزی که هست بعضیها زیادی مرد رند هستند و فقط میخواهند ببرند و اصلا به باخت فکر نمیکنند. مثل این آقا. اما باور کنید قماربازها آدمهای لارج و پردل و جرأتی هستند. وقتی میبازند و به خانه میروند تمامی پولی که در جیبشان مانده را یا برای خانه خود خرید میکنند و یا به کسی انفاق میکنند و میگویند مثل اینکه این را هم باخته بودیم.
یا وقتی میبرند باز به همین شکل است و دلیلشان این است که فکر میکنند کمتر بردند. من منکر نمیشوم که من کار سازنده و با ارزشی نداشتم، بلکه نوعی طفیلی و مزاحم جامعه بوده ایم. اما سرنوشت و شرایط من را بدین راه کشانید و جز بازی کار دیگری یاد نگرفتم و به جز برد و باخت در قمار آزاری به کسی نرساندم. چه بسا بیشتر شبها به کسی که زیاد باخته بود پولی تو جیبش میگذاشتم. واقعیت همین بود. هر حکمی بفرمایید نهایت عدالت است. بعد از تمام شدن حرفهای من، پروردگار که البته دیده نمیشد، از شاکی سوال کرد: حال چه میگویی؟ باز هم شاکی هستی؟ گفت: خیر. اما از یک جهت باید از این مرد ممنون هم باشم، چون باعث شد من توبه کردم و روی به نماز و روزه و عبادت آوردم. پروردگار پرسید: برای چی شروع به خواندن نماز و گرفتن روزه کردی و در قالب آدم‌های متعصب مذهبی درآمدی؟ خب خواستم عبادت شما را به جا بیاورم و خلوص نیت و پاکی اخلاقم را حفظ کنم. پروردگار گفت: تو آدم احمق و بیشعوری هستی. نماز خواندن تو چه دردی از من دوا کرده و چه درمانی برای تو داشته؟ بیا برو تو هم در صف منتظران بهشت قرار بگیر. اما جایگاه تو اینجا نیست. مواظب باش اینجا خطایی نکنی که به جهنم واصل شوی. محسن: بله فری جان، به همین سادگی. من هم در جمع بهشتیان قرار گرفتم. باز هم سوالی داری؟ گفتم: پس اینجا بهشت است؟ خیر، اینجا همان برزخ است. این قسمت که پیش درآمد بهشت است 2 دشت وسیع دارد به نامهای ارض المصفا و ارض الکیف که 3 نهر، یکی به نام شط اللبن و شط العسل و نهر الخمر که شط اللبن از شیر تازه گاو است که از جبال البقره سرازیر می شود و شط العسل از جبال حمل می آید و شراب هم از جبال العنب سرازیر می شود تا هر چقدر دلت می خواد با کیف بنوشی. پس چرا این اسمها عربیه؟ محسن: آخه از اولین کسانی که به اشتباه پایشان به این 2 دشت وسیع و نهرهای شراب و عسل و شیر باز شد، یکی عدی ابن خرش ختمی قاتل اسما بنت مروان زن شاعری بود که وقتی داشت بچه‌اش را شیر میداد، بچه را از او جدا کرد و به دستور پیامبر زن را کشت و دیگری سعد ابن معاذ بود که پس از تسلیم شدن مردان بنی قریظه حکم داد زنان و بچه ها به اسارت گرفته شوند و مردان جملگی کشته شوند که داستان خودش را دارد. این 2 نفر در حالی که دست همدیگر را گرفته بودند و از آنجایی که پیامبر به هر دو وعده بهشت را داده بود دوان وارد این دشت شدند و از خوشحالی و شادمانی برای این منطقه نامگذاری کردند و چون اهالی اینجا تعصبی نسبت به چیزی ندارند این نامها را پذیرفتند. اگر اینطوره پس عمر ابن عدی و سعد ابن معاذ هم ساکن همینجا هستند؟ محسن: نه بابا، کسی متوجه ورود اینها به اینجا نشده بود. بدبختها وقتی کار را خراب کردند که می‌خواستند از شط الخمر 2 جام می بنوشند که فرشته نگهبان شط فریاد زد: دست خر کوتاه. صدای فرشته مانند رعد در کهکشان پیچید و نگهبان‌های برزخ متوجه ورود این 2 ناپاک خبیث به برزخ شدند و آمدند کشان آنها را بردند جلوی یکی از بازهای جهنم و پرتشان کردند تو جهنم. از آنجایی که فرشته ها از سهلنگاری خود ناراحت بودند چنان این 2 بدبخت را پرتاب کردند ته جهنم، همان جایی که مواد مذابش سرخ و آتشین است و مانند تاولهای بزرگی مرتب می آیند روی سطح و دوباره به زیر کشیده می شوند. فکر می کنم پایین تر از درک باشد. تو چه اطلاعات دقیقی داری؟ محسن: هر کس در برزخ باشد همه چیز را می داند و می بیند. چیز پوشیده‌ای برای ما نیست. حالا بگو چه اسراری داری من زودتر بیام. محسن: پسر،
تو نمیدونی اینجا چه حالی داره. در ارزالکیف کنار نهرالخمر با یک حورالعین داری حال میکنی و مرتب هم از نهرالخمر جام به جام شراب برمیدارید و مینوشید. نه مزاحمی، نه نگاه نامحرمی. میدونی چرا؟ چون کسی به کسی کاری ندارد و دیدن سکس دیگران هم منع نشده. گرسنه که نمیشی. اگر هم شدی کافیست یک لیوان از شط‌العسل یا شط‌اللبن برداری و بری بالا. کارت هم اینجا گشتن و سیر و سفر در ارزالکیف و ارزالمصفاست. دیگه چی میخوای؟ نه پیری، نه مریضی، نه ترس و وحشتی و نه سوال و جوابی. تازه اینجا پیش درآمد بهشته. باید دید بهشت چجور جاییه. گفتن تو بهشت کاخهایی است با یک خشت از طلا و یک خشت از نقره. درختهایی از لؤلؤ و مرجان، حوری‌هایی که نزدیکی با آنها چندین سال نوری طول می‌کشد. محسن: اولا کله خر، سال نوری نه. چون تا سالها پیش بشر آشنایی با سال نوری و سرعت نور نداشت. می توانی بگی گفتند 1000 سال. آن هم الاغ جان. 1000 سال شما با یک حوری جفت باشید و در حال تلاش برای لذت بردن؟ این چه لذتی است که اول و آخرش معلوم نیست. بابا حوصله آدم سر میره، حالش به هم میخوره. یعنی خسته نمیشه؟ دیوانه نمیشه؟ 2 دستی محکم بزنه تو سر خودش تا از دست حوری فرار کنه؟ دوما آخه کله خر، تو بهشت کاخی از خشت طلا و نقره به چه درد تو میخوره؟ طلاهاشو میخوای شاف کنی و نقره ها رو هم بریزی تو حلقومت؟ آخه خر نفهم، با این طلاها و نقره ها و مرجان و لؤلؤ میخوای چه غلطی بکنی؟ تو جهنم سرمایه گذاری کنی؟ این چرندیات چیه که میگی؟ خب گفتن من هم دارم از زبان آنها و قرآن میگم. محسن: غلط زیادی کردن. شکر میل فرمودند. مزخرف گفتند. تو یه خر چرا باید این اراجیف را تکرار کنی؟ آن خرهایی که چنین ارعر کردن را بگذار به حال خودشان. تو با آنها چه کار داری؟ باشه محسن جان، حالا چرا ناراحت میشی؟ همه بزرگان گفتند. آیت الله دستغیب هم فرمودند قصری است در بهشت از لؤلؤ و در آن قصر 70 خانه از یاقوت سرخ و در هر خانه 70 حجره از زمرد سبز و در هر حجره 70 تخت است و بر هر تختی 70 فرش از هر رنگی و بر هر فرشی حورالعینی می باشد که در واقع بر هر تختی 70 حورالعین نشسته و منتظر شهید است. هر کدام با او میخواهند نزدیکی کنند که هر نزدیکی 1000 سال طول میکشد. حالا از تخت وارد 70 حجره و 70 خانه نمیشویم که در مجموع 34300 حورالعین دست اول میشود. تازه حوری‌های دست دوم هم هست که همه اینها را به شهیدان راه خدا و آنهایی که جانشان را در راه اسلام خدا کف دست گرفته تقدیم خدا کرده اند میدهند. محسن: مثلا شهیدان جنگ بدر که آب را بر روی یک کاروان تجاری بستند و آنها را قتل عام کردند و مال التجاریشان را به اسم غنیمت غارت کردند که از شیر مادر هم برایشان حلال تر بود. یا شهیدان جنگ‌های رده یا حرب الرده که قبایل عرب را بعد از فوت محمد قتل عام کردند. یا شاید جنگ‌های جمل و نهروان و خوارج یا اصلاً شهدای جنگ‌های مسلمانان با ایرانیان و غارت و چپاول مدائن و به اسارت بردن زنها و بچه‌های ایرانی. اینها هستند که در بهشت صاحب چنین قصرهایی می‌شوند. تو که گفتی خب بگو تمامی مسلمانانی که داعشی بودند و در راه داعش و به خاطر خدا جنگیدن و کشته شدند. کلیه انتحاری هایی که به خودشون بمب بستند و تعداد زیادی را روانه دنیای آخرت کردند. همه آنهایی که به خاطر اسلام و قرآن دیگر اندیشان را ترور کردند و سربازان گمنام امام زمان که جان مردم معترض را در بازداشتگاه ها و زندان ها می گیرند و یا مستقیم به آنها شلیک می کنند.
و تمامی کسانی که مردم را در راه خدا شکنجه می کنند و یا اسید بر روی خانم ها می پاشند صاحبان چنین قصرهایی در بهشت هستند. محسن: بله، می بینی چقدر افکار احمقانه و وعده های کثیف پلیدانه است؟ من از تو اصلا توقع نداشتم چنین مزخرفاتی را بر زبان بیاوری. حالمو به هم زدی. بابا یه صلوات بفرست و تمامش کن. محسن: بفرما. تازه میگه یه صلوات بفرست و تمومش کن. اصلا تو معنی صلوات را میفهمی؟ میدونی این جمله‌ای که میگی یعنی چی؟ تو از خدا میخوای و میگی خدایا رحمتت را بر محمد و آل او نازل کن. ببخشید. آخه تو در پیشگاه عظمت خداوندی چه گوهی هستی که از خدا میخوای رحمتش را بر پیامبرش نازل کند؟ آیا حرف تو در نزد خداوند خریدار بیشتری دارد یا پیامبرش؟ آنقدر ذلیل و بدبخت است که به دعا و خواسته تو برای خودش احتیاج دارد؟ پسر جان، من به اسلام و محمد و غیره کاری ندارم. اما اگر معلم یا استاد من پیر مرد جو افتاده 50 و چند ساله ای بود، با اینکه شاید حرفهای حکیمانه ای هم میزد، اما اگر با دختر بچه 9 ساله ای ازدواج میکرد، تره هم برای حرفهاش خورد نمیکردم. وقتی تاجر خرید و فروش برده باشه و برده داری بکنه، برای هیچ حرف مهرامیزی که از دهان و زبانش گفته می شود ارزشی قائل نمی شدم و نمی شدم. زمانی که تا 10 زن عقدی و تعداد زیادی کنیز داشته باشه و همانطور که می دانی صاحبان کنیز اختیار کامل کنیز را دارند، چون مال آنها محسوب می شوند و می توانند هم خودشان در وقت و بی وقت از آنها کامجویی کنند و هم آنها را برای کامجویی به دیگران بدهند، آن وقت از زن پسرخوانده‌اش نگذرد و با داشتن آن همه کنیز و زن از مریم قبطیه کنیز حفصه دختر عمر هم نمی‌گذرد، واویلاست. چون مریم کنیز خودش نبوده تا اختیارش را داشته باشد و با او نزدیکی کند. در واقع به مریم که جزو اموال حفصه بوده، در واقع به اموال خود حفصه تجاوز کرده. و یا از زنی که شوهر و برادر و پدرش در جنگ به دست او کشته شده اند نمی‌گذرد. و همان شب صفیه بنت حی بن اخطب را به بستر میبرد. هرگز نمیتوانم باور کنم یک چنین مربی و استادی دارای اندیشه‌های مترقی و انسان دوستانه ای باشد. بلکه از نظر من یک آدم روان پریش شهوتران دیوانه است که همه چیز را از دریچه لذایذ شهوانی مینگرد و خیلی چیزهای دیگه که نه در حوصله توست و نه من. آیا به یک چنین آدمی می شود احترام گذاشت و به گفته‌هایش توجهی کرد؟ آخر فکر می کنی درسی که می دهد چه می تواند باشد؟ این یک چشمه از دروس و علم اوست. او با افتخار می گوید زنان شما مزرعه شما هستند. از هر طرف که می خواهید می توانید کشت کنید. این تمامی علم و پند اوست. من اولش بهت گفتم من کاری به حضرت محمد صلی الله ندارم، اما اگر غیر از حضرت چنین معلمی حتی اگر در یک دهکوره دور افتاده ای باشه و چنین مزخرفاتی بخواهد بگوید، اگر دستم بهش برسه زبانش را از دهانش بیرون میکشم. باشه محسن جان، بگذریم. حالا بگو چه اسراری داری من زودتر بیام. اگر قرار است من هم به اینجا بیام، خب هر وقت مردم میام دیگه. محسن: پسر جان، شرایط هر روز امکان دارد تغییر کند. مدتی پیش خانم‌هایی که بهشتی بودند مثل ما به این 2 بادیه آمده بودند و تظاهراتی برپا کردند و راهپیمایی عظیمی راه انداختند و پلاکاردهایی داشتند که نوشته بودند سهم ما را از بهشت مشخص کنید. فقط به فکر مردان بودید و به آنها حوری‌های دست اول و دوم و غلمان داده اید. ما چه می شویم؟ دستور آمد شما هم آزادید با شوهرهای بهشتی خود باشید یا با هر مردی که دلتان خواست بدون منت خودتان را می توانید عرضه کنید. و خانم‌ها اعتراض کردند این که نمی شود. شاید شوهران ما جهنمی باشند. مگر باز می خواهید برای محمد آیه صادر کنید تا هر زنی می خواهد خودش را در اختیارش بدون مهر بگذارد با او هم خوابه شود. اینجا هم شد اون دنیا، همه چی برای مردان. فریاد می زدند ما دیگر فریب نمی خوریم، حق خودمان را می خواهیم.
لذا خداوند مجبور شد برای خانم‌ها به جای حورالعین برای مردان برای خانم‌ها هم غول‌العین‌های تنومند و ورزیده و خوشبر و سیمایی بیافریند و برای بعضی از خانم‌ها هم بارانی آفرید. البته گو این که یک قدری پروردگار از این خلقت خودش خجالت می‌کشید. برای همین هم چاره دیگری اندیشیدند. گفتم که چی؟ خب این حرفا به من چه مربوط می شود؟ محسن: عجب نادانی هستی. برای اینکه خانم‌ها از لحاظ آقایان در مضیقه نباشند، گذشت بیشتری نسبت به آقایان و سختگیری بیشتری نسبت به خانم‌ها می شود تا به اینجا بیایند. شاید خانم‌ها با مردان زیادی که بهشتی می شوند بیشتر راضی شوند و برای همین اهالی جهنم بیشتر از خانم هاست. خداوند می‌خواهد هرچه زودتر از شر مخلوق خودش غول‌العین و بارانی‌های شرم‌آور خلاص شود. خب احمق جان، امکان دارد در عرض همین چند روز آینده ظرفیت آقایان تکمیل شود یا دستوری صادر شود ناسخ دستور قبلی. ناسخ و منسوخ که می‌دانی چیه؟ آره، پس اگر اینطوره باید سریع حرکت کنم. محسن: بله فریدون جان، اصلاً درنگ جایز نیست. منتظر اسرائیل و اسرافیل و نکیر و منکر نشو. تو میگی خودکشی کنم؟ محسن: نه، فقط زیاد از خودت مواظبت نکن. مثلا خودتو لخت در معرض باد و بارون قرار بده تا سینه پهلو کنی یا آنفولانزا بشی. گفتم چشم، فقط به من تا فردا مهلت بده تا خوب فکر کنم و راه حل راحت تری برای آمدن پیدا کنم. محسن: هر طور دوست داری، فقط عجله کن. راستی محسن، وقتی روح از کالبدش جدا میشه و راهی دنیای باقی میشه در چه شرایطیه؟ محسن: یعنی چی؟ خب در شرایط روحه. نه، از لحاظ سنی، مثلا یک روح آدم 100 ساله با یک روح جوان 20 ساله یکیه؟ محسن: آهان، از این لحاظ نه قربونت. ارواح تقسیم بندی شدن. روح یک بچه نوزاد تا 2 سال زیر استاندارد. از 2 سال تا تکلیف نشده زیر استاندارد. از تکلیف شده تا 30 سالگی تازه استاندارد. از 30 تا 50 استاندارد. از 50 تا 70 کهنه استاندارد. از 70 به بالا غیر استاندارد نامگذاری شده اند. حتما میخوای بپرسی اینها چه فرقی با هم دارند؟ خیلی زیاد. فقط در یک مورد برخورد با حوری بهت بگم، غیر استانداردها محل سگ به حوریها نمیگذارند. کهنه استانداردها در صف قرار دارند. هر چند سالی یک بار یک حوری بهشان میرسد و استانداردها وضعشان بد نیست. دسترسی به چندین حوری را دارند و تازه استانداردها از بس ندید بدید بازی درآوردند، حوریها هم از آنها متنفرند. باور کن، پدر حوریها را بدجوری درآوردند و حوریها از اینها وحشت دارند و فراری‌اند و اما بچه‌های زیر استاندارد اگر حوری وقت استراحت پیدا کند و بخواهد چرتی بزند، خودش را در اختیار بچه‌های زیر استاندارد قرار می‌دهد تا آنها با بازی کردن با گیس و ممه‌ها و اندام حوری او را به خواب برند و می‌ماند زیر استاندارد. اینها تا یک حوری می‌بینند خیلی سریع می‌چسبند به سینه حوری تا از سینه‌اش شیر بخورند و حوری بیچاره با بدبختی حتی گاهی سینه‌اش مجروح و زخمی می‌شود. بچه را از سینه جدا کرده به گوشه‌ای پرتاب می‌کند. این کل داستان حوری بازی از لحاظ تماس و ارتباط بود. و اما از همه مهمتر پنجشنبه‌ها یعنی شب‌های جمعه دیسکو داریم. دیسکو؟ دست بردار، ما رو گرفتی ها. محسن: نه جان تو، به جان خودم پنجشنبه‌ها از ساعت 7 دیسکو شروع میشه. تازه دیسکو باره، مشروباتش هم از چشمه کوثر میاد و بارمن یا ساقیش هم حضرت مسیحه. کدام مسیح؟ محسن: مسیح پیامبر، پسر مریم مقدس. محسن جان دست بردار، ساقی کوثر رو که میگفتن حضرت علیه. محسن: خب بی خود گفتن، علی که مشروب نمیخورد. اگر کوثر چشمه آب بود که نمیگفتند علی ساقی کوثره، میگفتند علی سقای کوثره. و باز هم حرف و سوالی داری؟
در حالی که خیس عرق بودم چند بار گفتم نه 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 و از خواب پریدم. مثل اینکه از غار حرا بیرون آمده باشم. خسته و کوفته شده بودم. حال از شما تقاضا دارم اگر می توانید و دوست دارید هم نوعی را کمک و یاری کنید و قادر هستید این خوابها را لطفاً تعبیر و بنده را راهنمایی فرمایید. قبلاً از محبتی که در حق این جانب روا می دارید سپاسگزار و ممنون می باشم. 29/12/1401 خواب و خوابنما. نویسنده ف الف. راوی نسیم. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com خاطره ای از دوران بچگی. بچه که بودم، پدرم با دوستانش در اتاق پذیرایی مجلس عرقخوری راه انداخته بود و من هم که دلم غش میرفت برای مزه های عرقخوریشون گرسنگی را بهانه کردم تا لقمه ای چرب و نرم نصیبم شود. پدر که مانند دوستانش نیمه مست بود صدایم کرد و کنار خودش نشاند تا برایم لقمه ای بگیرد. در عین حال به حرفهای دوستش که در حال تعریف داستانی بود گوش میداد و اگر سوالی داشت ازش میپرسید. و رفیق بابام که سبیلهایش روی لبهاش را پوشانده بود تا کسی هنگام حرف زدنش دندانهایش را نبیند با خنده تعریف میکرد. بله، وقتی صاحبان کارخانه قند متوجه شدند به چه جهت آقای مجتهد قند آنها را نجس اعلام کرده که باعث تعطیلی کارخانه شده بود، رفتند خدمت آقا و ازش پرسیدند مرد حسابی، مگه قند با قند فرق میکنه؟ چطور قندی که تولید داخله است و با کلی زحمت و مشقت کارخانه ای را راه اندازی کردیم تا هم عده‌ای مشغول شده نانی بخورند و هم کشور ما صاحب کارخانه شود و هم از دیار کفر قند وارد مملکت نشود نجس است، اما قند خارجی نجس نیست. مجتهد که از این حرفا جا نخورده بود میگه اولا بی خودی ننه من غریبم در نیاورید. شماها هر کاری کردید به خاطر جیب خودتون و منفعتتون بوده. من هم فکر جیب خودم بودم. به ما چیزک با ارزشی دادند و ما هم قند شما را از لحاظ شرعی نجس اعلام کردیم. شما هم اگر سهم ما را بدهید نجاست قند شما را پاک میکنیم. میپرسند حالا که کار خودتو کردی چجوری میخوای قند ما را پاک کنی؟ میگه حرف زیادی ممنوع. اگر حق ما برسه فردا صبح با یک راه حل شرع مقدس قند شما از نجاست در میاد. پدرم پرسید قصه تعریف میکنی؟ ما رو گذاشتی سر کار؟ چطور ممکنه؟ با واقعیت جور در نمیاد. مرد جواب داد بله، دست بر قضا درست میگی. آنچه که بر سر ما گذشته هیچ کدامش با واقعیت جور در نمیاد. هر خارجی بشنوه فکر میکنه جوک شنیده و اگر جوک نبوده پس این مردم ابله و نادانی بودند. خلاصه آقا از فردای همان روز فتوا دادند بله این قند نجس است، اما اگر قبل از اینکه به دهان بگذارید داخل استکان چای کرده سپس میل کنید پاک می شود. و از همان روز هر کس چای قند پهلو می نوشید ابتدا قندش را در استکان چای فرو می برد و سپس در دهان می گذاشت. یکی از دوستان بابا که خیلی هم متعجب شده بود گفت من هنوز هم همین کار را می کنم. مرد خنده ای کرد و گفت بله، ما خیلی کارهای بی ربط دیگه‌ای هم بر حسب عادت می کنیم که علتش را نمی داریم. پدرم لقمه مرا به دستم داد و از اتاق خارج شدم. اما از آن روز به بعد به خودم می گفتم مگه میشه پدر بزرگهای ما اینقدر ساده و احمق باشند؟ و همیشه تأسف می‌خوردم ای کاش بیشتر در اتاق مانده بودم تا داستان‌های بیشتری از نفهمی‌های پدرانمان می‌فهمیدم. ولی خودم کم کم بزرگ شدم و پای منابر آقایان چیزهایی می‌شنیدم که با عقل کوچک من جور در نمی‌آمد.
و اکثرا خودم را با یک جمله راحت می کردم که شاید من نمی فهمم یا این من هستم که اشتباه می کنم، نه مراجع. در هر صورت ما باید از آنها تقلید کنیم، خودمان که نمی توانیم مرجع باشیم. درسش را نخوانده ایم و عالم نیستیم. و اما مطلبی بود که اولین بار در زمان کودکی پای منبر شنیده و بعدها هم چندین بار شنیدم. ولی این مطلب من را از همان زمان کودکی زجر می‌داد و برایم قابل قبول نبود. با اینکه آقا بالای منبر با هیجان می‌فرمودند تمامی امام‌های ما را با زهر کشتند، وگرنه امام‌ها مثل ماها فانی و میرا نبودند، من با خودم می‌گفتم پس آنها همچون اسفندیار و آشیل و زیگفرید رویینتن بودند و مانند هر رویینتنی یک نقطه ضعف داشتند. اسفندیار از چشم، آشیل از پا و زیگفرید میانه دو کتفش. و امامهای ما میخواستم بگم معده که یاد امام علی و امام حسین افتادم که به وسیله شمشیر به شهادت رسیدند. البته گویین که میگویند شمشیر ابن ملجم زهرآلود بوده و زهر باعث شهادت حضرت علی شده. اما در مورد امام حسین هیچ منبع خبری و تاریخ نگاری اشاره‌ای به شمشیر یا خنجر زهرآلود شمر و دیگران نکرده اند. من همیشه با خود می اندیشیدم چگونه ممکن است آدمی زمینی بتواند حضرت علی ابن ابی طالب را که در گوش پیامبر از آن گفته در معراج قبل از پیامبر حضور داشته و در خانه کعبه به دنیا آمده را به قتل برساند. امام علی ما که میرا نبودند. پس کسی نمیتواند چه با زهر و چه به وسیله هر قتاله دیگری جان ایشان را بگیرد. این سوالی بود که من بچه مسلمون را آزار میداد تا اینکه یک شب خواب مولا را دیدم. صبح 19 رمضان بود. حضرت داشتند برای نماز از دارالخلافه به مسجد کوفه می رفتند. ابن ملجم دمر جلوی مسجد خودش را به خواب زده بود. حضرت بیدارش کردند و فرمودند چرا مثل شیطان خودت را به خواب زدی؟ بلند شو و عهدی که بسته ای را انجام بده. از ترس تمام اندام ابن ملجم مانند منار جنبان اصفهان به لرزه افتاد. حضرت قامت بستند، اما ابن ملجم از جای خودش حرکتی نکرد تا اینکه حضرت نماز را شکستند و او را با قدرت و قلدری نزدیک محراب برده شمشیر را به دستش دادند. اما چون ابن ملجم قادر به هیچ نوع حرکتی نبود، پس دست ابن ملجم را با شمشیر بالای سر خود برده محکم شمشیر و دست ابن ملجم را بر سر خود فرود آوردند. اینجا بود که پی به این راز بردم. پس خود حضرت بودند که توانستند به سر مبارک خود ضربه بزنند. وگرنه ابن ملجم سگ کی باشه که بتواند به مولای متقیان کوچکترین ضربه ای وارد کند. در مورد امام حسین علیه السلام هم باز خواب دیدم. چه خوابی! چه صحرای محشری بود! لشکریان ابن سعد فوج فوج در روبروی امام به صورت نیم دایره به شعاع هزاران کیلومتر از 10 قدمی حضرت با اسب و شتر و پیاده و سلاح‌های گوناگون ایستاده بودند. حضرت فریادی زدند، فریادی که تمام لشکریان مجبور شدند گوشهای خود را بگیرند و ایشان با فریاد فرمودند هل من ناصر ینصرنی؟ سپس علی اصغر را روی دست بلند کرده فرمودند ای مردم جفاکار خیانت پیشه، اگر به نظر شما من گناهکار و مقصرم عیبی ندارد، اما این بچه که گناهی نکرده و گناهی ندارد، پس لطفاً خواهش میکنم، تمنا میکنم یک جرعه آب به او برسانید، لبانش از تشنگی ترک خورده. البته من نفهمیدم لشکریان ابن سعد این فرمایشات امام را شنیدند یا نه، چون گوشهایشان را از وحشت فریاد امام گرفته بودند و شاید هم به همین دلیل تا بیانات امام تمام شد هرمله یک تیر 3 سر را در کمان گذاشت و گلوی مبارک علی اصغر را نشانه رفت و پس از نشانه‌گیری دقیق تیر را رها کرد، اما تیر نزدیک گلوی علی اصغر در هوا ایستاد
و امام با دستان مبارکشان تیر را گرفته نگاه غضبناکی به هرمله انداخت و زهرخندی بر لبان شریفش نقش بست و تیر را خودشان در گلوی نازنین علی اصغر جای دادند. لشکریان حمله کردند، اما هرچه تلاش می کردند تا به نزدیک امام می رسیدند یا با زخم شمشیر ایشان یا با هویی که می کشیدند از اسبها سقوط می کردند. تا نزدیکی های ظهر این جنگ یک نفره با هزار سپاهی ادامه داشت. عاقبت دستان حضرت از کشتن سگهای ابن سعد خسته و ناتوان شده بودند. حضرت شمشیر را به کناری انداخت و از اسب به زیر آمدند و هر سواری که به ایشان نزدیک می شد راکب و مرکوب را از زمین بلند کرده صدها متر آن طرفتر پرتاب می کردند تا اینکه جبرئیل که فقط بر حضرت محمد صلی الله نازل می شد بر امام حسین علیه السلام نازل شد و پرسید: یبن رسول الله، می دانید دارید چه کار می کنید؟ حضرت جواب دادند: از ناموس و شرفم دفاع می کنم. باید تمام این سگان را به جهنم بفرستم. اگر غفلت کنم و آنها بر من پیروز شوند، اهل بیت من و زنان و دختران مرا به اسارت و بردگی میبرند. مگر تو نمیدانی چه بلایی بر سر زنان و دختران اسیر میآورند؟ ای وای، با زینب چه کارها که نخواهند کرد. جبرئیل گفت: میدانم، اما تو تا کی میخواهی به این جنگ و برادرکشی ادامه بدی؟ حضرت فرمودند: این گودال باید از خون کثیف این جانیان پر شود و مابقی از ترس فرار را برقرار ترجیح داده دست از سر اهل بیت من بردارند. جبرائیل گفت: اما میدانی در این صورت بر سر خودت چه خواهد آمد؟ امام فرمودند: خیر. جبرائیل سری تکان داد و گفت: بدنامی، چیزی که برازنده نام تو نیست و تو از آن بی خبری. اگر تو در این جنگ پیروز شوی، آیندگان خواهند گفت حسین ابن علی به خاطر حکومت و خراج ری هزار کودک و زن را بی سرپرست کرد تا خلیفه بشود و چه بسا در زمامداری هم اشتباهات و بی‌عدالتی هایی از تو سر بزند که به همین دلایل نزد تمامی ملل بدنام و سرافکنده خواهی شد. اما اگر تو همکنون کشته شوی، یک اسطوره و برای نسل‌های آینده الگو و مقدس خواهی شد. مزار تو را با طلا می‌سازند. هر ساله ایرانیان ذریح طلای دیگری برایت ساخته آن را با ذریح قدیمی عوض می‌کنند. گنبد و بارگاه طلایی خواهی داشت. هر ساله در 2 ماه محرم و صفر مردم همدیگر را به خاطر تو اطعام می‌کنند و بهترین غذاها را به نام تو مجانی به دیگران می‌دهند. شربت و شیرینی پخش می‌کنند. امام که به سختی این سخنان را باور می‌کرد پرسید: مگر این مردم احمق هستند که به خاطر کشته شدن من چنین اعمالی را انجام می‌دهند؟ جبرئیل بیدرنگ جواب داد: نه، از روی عشق و محبت است. ایرانیان تو را سرور شهیدان می‌دانند. به خاطر کشته شدنت هر ساله با غمه توی سر خودشان میزنند و با زنجیر پشتهای خود را زخمی و مجروح میکنند. حسین: برای چی؟ من که با آنها میانه خوشی نداشتم. در جنگ‌های طبرستان بر علیه آنها جنگیده‌ام و خیلی هاشان را به درک فرستادم و همه جا سفارش کردم با زنهای آنها ازدواج نکنید، بلکه آنها را به بردگی بگیرید. خیلی از مردانشان را از دم تیغ گذرانده‌ام. جبرئیل: ولی آنها با تو مهربان هستند. تو را شاید به خاطر همین اعمال دوستت دارند. آنها نمیدانند و کاری ندارند تو چه بر سر اجداد و نوامیسشان آورده ای و هرگز هم نمیخواهند بدانند. تو را تا سرحد پرستش دوست دارند و به نوادگان شما احترام زیادی میگذارند و آنها را از مال دنیا بی نیاز میکنند. زوار ایرانی کلی پول توی جیب اعراب میریزند و بدین شکل اعراب را ثروتمند و قوی میکنند. بعد از مکه که 2 نوع زوار در ایام خاص دارد، مزار شما هر روز و هر ماه زیارت کننده دارد، مخصوصاً در ایام محرم و ماه صفر. حال دیگر خود دانی میتوانی بکشی یا کشته شوی. حسین:
مگر دیوانه‌ام باز این سگان را به دوزخ بفرستم؟ نه. اگر این خواسته الله باشد خود را به دست آنها شهید می کنم. تازه بهشت و حوریان بهشتی در انتظار من هستند. جبرئیل: بله، این خواسته الله است. چرا متوجه نشدی؟ اگر خداوند غیر از این می‌خواست برایش کاری نداشت. فقط کافی بود یک دسته کوچکی از ابابیل را اشاره کنند یا گروهی از اجنه را مأموریت دهند تا سپاهیان ابن سعد را تارومار نمایند. باید متوجه می‌شدی. حسین که خیلی هم خسته شده بود و شاید دیگر هم توان جنگیدن نداشت، از جایش پرید و صورت جبرئیل را بوسید و گفت: والله راست میگویی، نمیدانم من چرا متوجه نشدم. سپس فریاد زد: ای سگان هرزه ابن سعد، بیایید مرا شهید کنید، چون دیگر با شما ستیزی ندارم. اما باز کسی جرأت حتی یک قدم جلو آمدن را نداشت. حضرت فرمودند: بیایید، نترسید. من دمر میخوابم تا سرم را جدا کنید. تا حضرت روی شنها دراز کشیدند، شمر خنجر به دست با ترس و لرز به طرف قتلگاه آمد و با وحشت روی کمر حضرت نشست و خنجر را بلافاصله روی گردن حضرت کشید. اما با تعجب میدید خنجر کار خود را نمی کند و لبه تیز آن به طرف دست خم می شود. چرا؟ زیرا هیچ موجودی نمی توانست و قادر نبود امام را به قتل برساند. امام ها که مثل ما میرا نبودند تا دار فانی را ودا گویند. اگر به خاطر بهشت خودشان نمیخواستند بمیرند، صدها سال عمر میکردند. الغرض شمر از ترس لرزی بر دستان و اندامش افتاده بود و میترسید این خدعه‌ای باشد از حسین تا او را به ته جهنم بفرستد. اما با تعجب دید حضرت با مهربانی و محبت دستش را گرفته میفرمایند: اوقف، یعنی جدا کن. شمر که از وحشت یارای هیچ گونه حرکتی را نداشت، دید دستان مبارک حسین به کمکش آمده و در بریدن سر یاریش می کند و سر با میل شخص حسین ابن علی و به خواسته خداوند از بدن جدا شد و خودش با اراده خود به سر نیزه خولی پرواز کرد و بالای نیزه قرار گرفت. از خواب که بیدار شدم قدری فکر کردم، دیدم این جواب به واقعیت نزدیکتر است. حسین و حضرت علی ابن ابی طالب مگر از افراد عادی بودند تا هر کسی بتواند آنها را بکشد؟ حسین فرزند فاطمه، پسر علی شیر خدا، نوه پیامبر، مگه میشه؟ این مردم میآیند درستش کنند، بدتر خرابش میکنند. هیچ چیزی بدتر از تبلیغات نادرست نیست. چون تبلیغ را دوست و خودی انجام می دهد نه دشمن، برای همین مردم بدون اندیشیدن هرچی را که مبلغ خودی می گوید باور کرده و کوچکترین شکی هم نمی کند. و اما اگر تبلیغ خطا باشد چه لطمه ها که حاصل نمی شود. مثلا امام حسن مجتبی اسوه کرامت و بخشش را همسرش در بیت خودشان به نام جعده چگونه میتواند حضرت را مسموم کند؟ شما باورتان می شود؟ حضرت با داشتن علم لدنی از غیب اطلاع دارند، مگر می شود؟ یعنی نمیدانند محتوای ظرف جعده حاوی زهر و سم است؟ چرا؟ خوب هم میدانند. به میل و اراده خودشان زهر را نوش جان می کنند. چرا؟ والله این را باید از خودشان سوال کرد، چون حضرت خراج ری را می گرفتند، زندگانی بسیار راحت و لوکس و لاکچری داشتند، زنهای زیاد، فرزندان بیش از حد و کنیزان بیشمار. سیر کردن فقط شکم این افراد کار ساده ای نبود و از عهده هر بی سر و پای بر نمی آمد. تازه حضرت دست و بالشان باز بود، بزد و بخشش زیادی می کردند. کریم اهل بیت بودند. شاید میل زیادی به بهشت و حوریان بهشتی داشتند و خوشی‌های دنیای فانی دیگر برایشان لذت بخش نبوده و شاید قصد داشتند جعده را بدنام کنند، همانطور که بعدها امام رضا مأمون را تا ابد بدنام کردند. ولی جعده که آدم معتبری نبود. شاید هم حضرت نمیخواستند دیگر بچه دار شوند و دنیا را بیش از این دارای سید نمایند و شاید اصلا چیز دیگری نوش جان کردند و به دروغ میگویند شربت میل کردند. اما هرچه میل فرموده باشند از محتوای آن با اطلاع بودند و از سر میل و رغبت زهر را خورده اند. اصلا به من و شما چه مربوط است؟ علمای دینی که زیاد داریم،
در ازای هر 5 نفر یک عالم دینی داریم. آنها باید تحقیق بیشتری کنند و پرتقال فروش را پیدا کنند. درست است که من هم مثل علما خوابنما می شوم، اما به خدا سوگند درکش سخت است. امامی که میرانی است و علم گدونی دارد آگاهانه زهر نوش جان می کنند و به رحمت خدا می رود. چرا؟ که چه بشود؟ خب این یک نوع خودکشی است. برای همین هم امت مسلمان شیعه به راحتی دست به خودکشی میزند، از امامان خود آموخته است. 34,1402 خواب و خوابنما. نویسنده ف الف، راوی نسیم. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. مناظره قاضی و دکتر. این بار خواب می دیدم پزشک جوانی هستم توی قطار تهران مشهد، در کوپه‌ای که یک مرد چاق و زشت در آن نشسته بود روبرویش نشسته بودم و به راه و آینده فکر می کردم. ناگهان متوجه شدم مأمور کنترل قطار دارد بلیت مسافران را چک و بازدید می کند. منقلب شده می خواستم از کوپه خارج شوم که مرد چاق و زشت گفت ناراحت نباش، خودت را بزن بخواب، بقیه‌اش با من. سوال کردم مطمئن هستید می خواهید از من حمایت کنید؟ گفت ابله، اگر نمی خواستم حمایت کنم که چنین پیشنهادی بهت نمی دادم. حالا هرچه زودتر خودتو بزن بخواب. با این حرف روی کاناپه دراز کشیدم و خودم را زدم بخواب. اما هنوز کاملا به حمایت مرد اطمینان نداشتم. چون چهره اش شخصیتی را نشان میداد که رحم و مروت با آن بیگانه بود و برعکس این خشونت و شقاوت و بیرحمی بود که در چهره زشتش فریاد میزد و در چشمان تنگوریزش موج میزد. اما من در شرایطی نبودم تا راه دومی انتخاب کنم. لذا از روی اجبار باید به این مرد زشت بدهیبت اطمینان میکردم. ولی باور کنید از ته دل به هیچ شکلی نمیتوانستم به این مردک اطمینانی داشته باشم. نمیدانم چرا اینقدر نسبت به او بدبین بودم. از صورت زنگار گرفته بی‌هویتش فقط سنگدلی و بیرحمی و بدجنسی قابل مشاهده بود. در هر صورت مأمور کنترل وارد کوپه ما شد و مرد گوشی موبایلش را به مأمور نشان داد. و مأمور با دیدن گوشی مرد لبخندی زد و گفت میبخشید، کوپه در بست در اختیار شماست. ایشون با شما هستند یا اشتباهی و یا بدون اجازه وارد این کوپه شده؟ مرد: زیاد سخت نگیرید. فعلا که خوابیده. خدا را خوش نمیاد بیدارش کنید. بله با ماست. مأمور کنترل: ببخشید آقای محترم، ما که نمیتوانیم با ضمانت مسافری مسافر دیگری را نادیده بگیریم. مرد زشت بیدرنگ با صدای بلند و قدری عصبانی و آمرانه گفت من یک مسافر معمولی نیستم مردک، مگر من را نمیشناسی؟ من قاضی بسم الله الرحمن الرحیم هستم. حتما خواهی گفت اسم مرا نشنیده ای. باشه، من میتوانم به خاطر همین بی‌توجهیت همین حالا حکم اعدام تو صادر کنم. مأمور کنترل دست و پای خودش را جمع کرد و با منمن و بسیار عاجزانه جواب داد اختیار دارید قربان. تو دنیا کی پیدا میشه اسم شما را نشنیده باشه و شما را نشناسه؟ اتفاقاً من از طرفداران شما هستم. هر وقت محاکمه ای زنده پخش می شود که شما رئیس و قاضی آن هستید تا انتها تماشا می کنم و با خیال راحت می دانم شما اشد مجازات را برای مجرمین اعمال می کنید. قاضی هم دستور داد حالا که شناختی بگذار برو. فقط گوش به زنگ باش. هر وقت احتیاجت داشتم فوراً حاضر شوی. مرد تعظیمی کرد و گفت سمعاً و طاعتاً.
و عقب عقب مثل اینکه از در مقبره امام یا امامزاده خارج می شود از کوپه خارج شد. و من که خودم را به خواب زده بودم و تمامی این ماجرا را با چشمان خودم به خوبی می دیدم، دچار چنان وحشتی شدم که نتوانستم چشمانم را باز کنم و از جای خودم بلند شوم. پس باز خودم را برای قاضی هم به خواب زدم و خواستم به قاضی بفهمانم مزاحمم نشود، واقعا خوابم برده و چیزی را نشنیدم و ندیدم. لذا قاضی چند بار مرا صدا زد و وقتی دید حرکتی نمی کنم با دستانش مرا تکان داد و گفت بلند شو مردک، پیش قاضی و ملق بازی، پاشو. رفت. باز از رو نرفتم. باز خودم را زدم به خواب. آخه حالا از اینکه با چنین موجودی در یک جا هستم وحشت ورم داشته بود و از ترس جرأت نداشتم دیگر نگاهش کنم. برای همین وانمود کردم خواب بودم. چشمانم را قدری با پشت دست مالیدم و خمیازه این مصنوعی کردم و روبروی قاضی صاف و سیخ نشستم. درست مثل بچه‌های کلاس اول دبستان که دست روی زانو در برابر معلم خود پشت نیمکت‌های کلاس می نشستند. حالا احساس می کردم قاضی مرا مثل مگس یا موشی در دستان خودش دارد و می خواهد قدری با من بازی کند و به خیال خودش با بازی با من و وراجی برای من مسافت سفر را نزدیکتر کند. بیچاره من که از چاله در آمدم و افتادم توی چاه. آخه من دارم از دست او و امثال او فرار می کنم. داشتم به عاقبت کار خودم فکر می کردم که پرسید خب بگو ببینم کجا داری میری؟ معلومه دارم میرم مشهد زیارت آقا. قاضی خفه شو، زیارت آقا قاچاقی سوار قطار میشن؟ بگو چه غلطی کردی؟ از چی فرار میکنی؟ فرار؟ غلط؟ هیچی، فقط چون بلیط تمام شده بود و نظر داشتم دلو زدم به دریا و بدون بلیط سوار شدم. قاضی به همین راحتی؟ ارواح بابات، تو گفتی و من هم باور کردم. یا راستشو میگی یا همین الان مأمور رو صدا میکنم تا از قطار بندازنت پایین و یا اصلاً بازداشتت کنن و در ایستگاه بعدی تحویل مأمورین انتظامی بدنت. خب حالا چی میگی؟ والا به خدا آنطور که شما فکر میکنید نیست. قاضی من درباره تو چه فکری میکنم؟ من میدونم و یقین دارم تو 100% یک مجرمی. حالا میتونی به من اطمینان کنی و راستشو بگی و میتونی حرفی نزنی و مأمورین بیان و دستگیرت کنند و زیر شکنجه همه چی را اعتراف میکنی. اما اگر اعتماد کردی به خاطر همین همسفر بودن به وجدانم و به امام رضای غریب که دارم میرم پابوسش قصد دارم کمکت کنم. حالا دیگه خود دانی. باورش برام سخته، اما جناب قاضی راه دیگری برای من نگذاشتید. گویا از چاله در آمدم و افتادم تو چاه. چه سرنوشت تلخی برای من رقم زده شده. قاضی می توانی این تلخی را تبدیل به شیرینی کنی. مرد ناحسابی، من قسم خوردم. ما با هم همسفریم. اگر صداقت نشان بدی، شاید با هم دوست شدیم. من به خاطر همین همسفری جرایمت را نادیده گرفتم و کمکت کردم. نکردم؟ بله، درسته. چشم. قول میدم در نهایت صداقت هرچه بپرسید پاسخ بدم. قاضی اول از همه بگو چه کاری و جرمت چیست و از چی داری فرار میکنی؟ من جراح هستم. قاضی واقعاً پزشک هستی؟ دکتر بله. در بیمارستان امیرالمومنین مشغول خدمت بودم. در تظاهرات آبان ماه 1401 شبی که کشیک اورژانس بودم 2 عمل جراحی انجام دادم. یکی افسری بود که گلوله از فاصله نزدیک در کنار قلبش نشسته بود ولی زنده بود. گلوله را از بدنش خارج کردم و با اینکه خیلی سعی و کوشش کردیم متاسفانه افسر که مرد جوانی بود جان سپرد و مأمورین همراه متوفا و مأمور حراست بیمارستان از من خواستند در گواهی فوتش اشاره کنم گلوله از راه دور شلیک شده و چون این قسمت از گزارش اصلاً به من مربوط نمیشد و متوجه دلیلش هم نشده بودم و از همه مهمتر نوشتن یا ننوشتن این جمله در اصل ماجرا اثری نداشت، طبق درخواست آنها عمل کردم.
اما همان شب یک جوانی را هم آوردند که او هم با گلوله مجروح شده بود. او را هم بر اساس وظیفه به اتاق عمل بردم و گلوله را از نزدیکی ستون فقراتش بیرون کشیدم. خانواده جوان که در عین ناباوری دیدند مریضشان را از مرگ حتمی به علت خونریزی شدید نجات دادم، از من با التماس خواستند مجروح را مرخص کرده و اجازه دهم آنها مریض را با خود از بیمارستان خارجش کنند. من هم چون باور داشتم درباره این جوان هیچ گونه رحم و مروتی نمی شود و حتی امکان دارد جانی را که من سعی کردم دوباره به او بازگردانم را با بیرحمی ازش بگیرند، تمام سعی و کوششم را به کار گرفتم و جوان را تحویل بستگانش دادم تا از بیمارستانی که قرار بود قتلگاهش شود نجات دهند. همین مسئله برای من شد باعث بدبختی. قاضی: خوبه. پس به ضد انقلاب کمک میکنیم. ضد انقلاب نبود قربان. در تظاهرات اعتراضی بهش شلیک کرده بودند. چه بسا امکان داره بی جهت و بی گناه مورد اصابت قرار گرفته بود. قاضی: اولا میان دعوا نرخ تعیین نکن. تظاهرات نه و اغتشاشات. آن هم اغتشاشاتی که توسط دشمن و بیگانگان طراحی شده بود و مجری آن هم همینها بودند. دکتر: حتما همینطوره که شما میفرمایید. قاضی: غیر از این نیست، ثابت شده. دکتر: بنده که عرض کردم هر چه شما بفرمایید همان است. قاضی: آفرین، دکتر فهمیده ای هستی. ببین دکتر، ما تا مشهد میتوانیم با هم حرف بزنیم، مناظره و مشاجره و حتی مشاعره کنیم و همدیگر را مجاب و ارشاد کنیم. من از حق خودم میگذرم و مانند یک فرد عادی حاضرم با شما هم کلام و هم صحبت شوم، به شرطی که از محدوده خط قرمزها خارج نشویم. دکتر: البته عدول از خط قرمزها اصولاً جایز و صلاح نیست. آقای قاضی، بفرمایید اگر رعایت خط قرمزها را بکنیم می توانیم راحت با هم صحبت کنیم؟ قاضی: چرا که نه؟ شاید با رسیدن به مقصد بین ما انس و الفت و دوستی هم برقرار شود که 100% به نفع شما خواهد بود. در آن صورت من نهایت سعی خودم را می کنم تا به شما کمکی شود تا شاید دیگر کسی پیگیر شما نشود. دکتر: متشکرم آقای قاضی، انشاءالله که خدا عمر با عزت به شما بده. قاضی: اول از همه بگو چرا داری میری مشهد؟ نگی برای زیارت، من قبول نمی کنم. دکتر: والا تولیت مشهد به دلایلی که متعهد شدم نمیتوانم بگویم، با سن مبارکشان احتیاج به عمل جراحی داشت. من آن عمل را بی سر و صدا برای ایشان انجام دادم و شکر خدا رفع مصیبت شد و موضوع را تا امروز سکرت نگه داشتم و شما اولین کسی هستید از این ماجرا مطلع می شوید. حالا دارم میرم پیش ایشان چون به هم قول داده بود هر موقع گرفتاری برایم پیش آمد خدمتشان برسم تا به قول خودشان جبران نمایند و خیلی ساده گفتند خاطر جمع باش، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد را اگر از من خواستی بدان تهیه می کنم. برای همین دارم میرم مشهد خدمت ایشان. قاضی: پس اینجا هم شانس آوردی. من حدس میزنم بخت با شما یار است و خداوند میخواهد شما را از این گرفتاری نجات دهد. من هم به شما قول میدهم اگر مجذوب شما شدم هر کاری از دستم برآید برای شما انجام بدهم. دکتر: خدا توفیقتان بدهد حاج آقا بسم الله الرحمن الرحیم خان. قاضی: خدا به شما هم رحم کند. خب از کجا شروع کنیم؟ ببینم دکتر، تو اهل چی هستی؟ دکتر: من ساعات فراغتم را با کتاب خواندن می‌گذرانم. در واقع بهترین تفریح و دوست من کتاب‌هایم هستند. قاضی: چه بد سلیقه. این یک امتیاز منفی است که بعداً توضیح خواهم داد. منظور من از اهل چی هستی؟ نوشیدنی. درینگ چه میزنی؟ دود و دم. خانم چند تا سیغه می‌کنیم. دکتر: نه والا قاضی، من اهل هیچ یک از این محله ها نیستم.
فقط همانی که گفتم، توی بازارچه کتاب ساکن هستم. قاضی: پسر دست بردار، اگر اینجوری بخوای مغلطه کنی از همین حالا کلاهمون میره تو هم. کتاب اولا کتاب‌ها بر دو دسته هستند، یا زاله اند که معلوم است باید سوزانده شوند و دور ریخته شوند، و اگر غیر زاله باشند چه می‌خواهد بگوید؟ اگر واقعا اهل مطالعه باشی و قرآن را خوانده باشی می‌دانی هر چه بخواهد بگوید در قرآن هست. وقتی ما مسلمین قرآن را داریم به هیچ کتاب غیر زاله‌ای احتیاج نداریم. با داشتن و خواندن قرآن ما دنیایی از کتاب داریم. تازه همه اون مزخرفاتی هم که در کتب به اصطلاح مفید نوشته شده از قرآن استخراج شده. پس این دکان شما تعطیل و درش تخته می شود. دکتر: بله، حق با شماست. قاضی: جدی میگی یا از ترس اقرار میکنی؟ دکتر: نه، واقعا حاج آقا، من تا امروز متوجه این مطلب نشده بودم. شما صحیح میفرمایید. کار من و امثال من را راحت کردید. تازه حاج آقا، با خواندن قرآن هم ثواب میبریم، هم میآموزیم، هم سرگرم میشویم. از این به بعد من دیگه بی جهت سرم را لای ورقهای کتابهای بی خودی گرم نمی کنم. شما کاملا صحیح میفرمایید. داستان تاریخی بخوایم در قرآن هست. فرعون و موسی، داستان نوح و ایوب و غیره و غیره. عشقی بخوایم یوسف و زلیخا. سکسی بخوایم داستانهای پیامبر با زنان و بچه‌های عرب. حاج آقا، از صمیم قلب پذیرا هستم. قاضی: یک امتیاز مثبت برای من. بگو ببینم کلاس‌های قرائت قرآن و یادگیری قرآن رفتی؟ دکتر: نه خیر حاج آقا، سعادت نداشتم. قاضی: با جناق ما جناق چی داری؟ دکتر: نه خیر، با جناق ندارم. قاضی: اگر راست گفته باشی میشه گفت آدم سالمی هستی. دکتر: چطور مگه؟ متوجه نمیشم برای چی این سوالها رو میپرسید. قاضی: هیچی، همینطوری. راستی اگه گفتی این مسافرت با قطار من را یاد چی میاندازه؟ دکتر: یاد کتاب مناظره دکتر و پیر یا دکتر و شیخ. قاضی: باز رفتی توی کتاب؟ نه احمق جان، منو یاد فیلم قتل در قطار سریع السیر شرق میندازه. دکتر: اثر معروف آگاتا کریستی. قاضی: باز که حرف از کتاب زدی. احمق جان، من فیلم را گفتم، نه کتاب و نویسنده اش را. دکتر: معذرت میخوام، عادت دیگه، شما ناراحت نشید. آقای قاضی، باید یواش یواش عادت کنم. قاضی: تا تو بخوای عادت کنی جون ما به لبمان رسیده، دیگه تکرار نشه. همش من دارم حرف میزنم، تو چرا سوال نمی کنی؟ دکتر: من هم سوال کنم؟ قاضی: چرا سوال نکنی؟ تا مشهد مگه قراره من فقط سوال کنم؟ میخوای باز هم بپرسم؟ بگو ببینم، تا حالا چند تا عمل کردی و چند تا زنده از زیر دستت در آمدن و چند تاشون در اثر اشتباه و سهلنگاری تو جونشون رو از دست دادن؟ یا جواب بده یا خودت سوال کن، چون در هر صورت آنهایی که مردن و باید دیگه‌شون رو بدی. دکتر: یا ابوالفضل، باشه، سوال میکنم. اما یادتون باشه خودتون خواستید. قاضی: یادم میماند، حالا بنال ببینم چی میخوای بگی. دکتر: من همیشه یک سوال در ذهنم اذیتم میکرد و مرتب از خودم میپرسیدم وقتی یک قاضی برای مجرمی حکم اعدام صادر میکنه هیچ شده دچار شک و تردید بشه یا وجدان شب موقع خوابیدن عذابش بده؟ قاضی: اولا شما باید ببینید امر قضاوت در چه نوع محاکمی صورت میگیرد. محاکمی که هیئت منصفه دارد، چون در واقع تشخیص مجرم بودن یا نبودن متهم با هیئت منصفه است. آنها پس از شنیدن اظهارات وکیل مدافع و دادستانی می توانند با قاطعیت تشخیص دهند متهم گناهکار و مجرم است یا بیگناه. قاضی در چنین محاکمی فقط بر اساس مواد قانونی مجازات مجرم را تعیین می کند. دکتر: بله، چه عالی. در چنین محاکمی است که میشه امیدوار به اجرای عدالت شد. قاضی: پس ملاحظه می کنید تمام بار مسئولیت به دوش قاضی نیست. در تعیین سرنوشت مجرم یا متهم تمامی عوامل نقش حساسی دارند.
وکیل مدافع باید به خوبی از متهم خود دفاع کنه و هیئت منصفه را قانع کنه متهم بیگناه است و دادستان یا نماینده اش تمامی سعی خود را می کند تا به هیئت منصفه نشان دهد متهم گناهکار است و در آخر تعیین سرنوشت متهم با هیئت منصفه است و قاضی نوع مجازات را تعیین می کند. در همین نوع محاکم هم اشتباهات زیادی یا عمدی یا سهوی انجام می گیرد که فرشته عدالت را به دیو عدالت تبدیل می کند. دکتر: چقدر فصیح و روشن فرمودید. لذت بردم جناب قاضی بسم الله الرحمن الرحیم خان بدون پرده پوشی و ملاحظه کاری حقیقت را بیان فرمودید. قاضی: قرار نیست به هم دروغ بگیم یا حقیقت را کتمان کنیم. ما بدون سانسور و صادقانه تا مشهد با هم گفتگو می کنیم. به والله که اسم اعظم خداست اگر بفهمم تو چاخان کردی هر چه دیدی از چشم خودت دیدی. آقای دکتر بیا و تو این سفر مقدس که خدمت امام خواهیم رسید مسلمان باش و از دروغ گفتن بپرهیز. دکتر: یعنی شما میفرمایید مسلمان ها دروغ نمیگویند؟ نشد آقای قاضی، شما خودتان در ابتدای راه دارید خراب میکنید. آن وقت از من میخواهید دروغ نگم؟ قاضی: چی داری برای خودت بلغور میکنی؟ بله من میگم مسلمان هیچگاه دروغ نمیگه. شاید تقیه کنه و خدعه کنه اما دروغ هرگز. پس گوش کن. روایت است از حضرت علی روی سکویی نشسته بودند که یکی از شیعیان در حال فرار از جلوی ایشان رد می شود و می گوید در تعقیبش هستند. حضرت بیدرنگ از روی آن سکو بلند شده روی سکوی مقابل در طرف دیگر می نشیند. تعقیب کنندگان سر می رسند و از حضرت می پرسند کسی را دیده از اینجا رد شود؟ حضرت می فرمایند از زمانی که من روی این سکو نشسته ام کسی از اینجا رد نشده. خب می بینی اصلا حضرت دروغ نگفتند و به آن مرد فراری هم کمک کردند. تو هم نترس دکتر. تو توی چنگال بیرحم خطر گرفتار شدی. چه راست بگی چه دروغ دردی از تو دوا نمیشه. اما شاید با رو راست حرف زدنها همانطور که گفتم شاید بین ما الفت و دوستی به وجود بیاید و من قبل از اینکه تو به خدمت تولیت امام رضا برسی خودم نجاتت دادم. دکتر: باشه جناب قاضی، من دستان پربرکت شما را هم میبوسم و اولین سوالم را بی پرده مطرح میکنم. قاضی: بفرمایید آقای دکتر، من هم سوالات زیادی از شما دارم. دکتر: آقای قاضی، مسلماً آقایان قضات قوه قضاییه فعلی احکام زیادی درباره قطع ید، سنگسار و اعدام داده اند و باز هم می دهند. آن هم در دادگاه‌های قرون وسطایی که هیچ بویی از عدالت و محکمه نبرده. آیا شده وقتی متهمی را بر اساس رأی شما اعدام یا سنگسار می کنند، شما از حکمی که داده اید پشیمان شده باشید؟ و یا لااقل همان شب از عذاب وجدان نتوانسته باشید بخوابید؟ قاضی: اولا این را قبلا پرسیدی، اما باز جواب تو را می دهم. چرا نخوابم؟ مگه چه کار کردم که پشیمان شده باشم؟ دکتر: شما کاری نکردید. فقط بر اساس حکم شما میرغضب جان انسانی را گرفته. قاضی: اگر اعدام نمی کردند باید چه کار می کردند؟ مجرم بوده و حکمش اعدام بوده و شده. اصلا تو چی میگی معلوم هست؟ دکتر: جناب قاضی، شاید در قضاوت اشتباه شده باشد. عرض می کنم شاید. و اگر قاضی متوجه شد اشتباه کرده چه می شود؟ قاضی بر اساس وظیفه‌اش هرگز نباید دچار شک و تردید شود. مطمئن باشید حکمی که قاضی صادر می کند 100% درست است. دکتر: با احکامی که مردم از قضات قوه قضاییه دیده اند این فرمایش شما جور در نمیاد. یکی را به خاطر راهپیمایی و شرکت در تظاهرات اعتراضی حکم اعدام می دهند. اما با کسان دیگری که راهپیمایی کرده وارد سفارتخانه کشوری می شوند و آنجا را غارت و تخریب می کنند هیچ گونه برخوردی نمی شود و تاوان سنگین کارشان را باید ملت بیچاره گرسنه بدهد. آن وقت شما می‌فرمایید احکام صادره توسط قضات شریف 100% درست است. قاضی: احمق جان،
به اشغالگران سفارت، دولت یا حکومت پنهانی دستور داده و آنها خواسته های حکومت را اجرا می کنند. مگر می شود فرماندهی امر بر خود را به خاطر انجام وظیفه‌ای که خود بهش محول کرده مجازات کند؟ کدام عقل سلیمی چنین حکمی صادر می کند؟ دکتر: اوکی، قبول. اما معترضین به حکومت را بر اساس کدامین ماده و بند قانونی اعدام می کنید؟ مگر آنها چه جرمی مرتکب شدند؟ یک خواسته صنفی و یا عمومی را طالب بودند یا به اختلاس و دزدی مقامات اعتراض داشتند؟ قاضی: حالا تازه من فهمیدم شما جز کتب پزشکی و مطالعه کتاب‌های تخصصی هیچ مطالعه دیگری نداشته اید. درست است که پزشک هستید، اما سواد اجتماعی ندارید. پدر بیامرز، برای راهپیمایی و اعتراضات طبق قانون اساسی باید از وزارت کشور قبلا اجازه رسمی دریافت کنند تا هم برگزار کنندگان و مسئولان راهپیمایی شناخته شده باشند که اگر جرمی اتفاق بیفتد جوابگو باشند که غالبا در این نوع راهپیمایی ها جرمی اتفاق میافتد. دکتر: خدا پدر شما را هم رحمت کند. آقای قاضی، از بدو تأسیس این حکومت چند بار اجازه نامه رسمی برای معترضین صادر شده تا مردم طبق قانون اعتراض خود را مطرح کنند. اصلاً و ابداً چنین مجوزی صادر نشده. قاضی: شما از کجا می‌دانید؟ کسی یا گروهی درخواست داده و وزارت کشور نپذیرفته؟ این گونه نمی شود برخورد کرد آقای دکتر جوان. مطمئن باشید اینها نمی آیند از کانال قانونی وارد شوند. اینها مشتی خس و خاشاک هستند که یا دانسته و یا ندانسته آب به آسیاب دشمن می ریزند. دکتر: بسیار خوب آقای قاضی، گیرم حق با شما باشد و این افرادی که دستگیر می شوند به علت نداشتن مجوز راهپیمایی از لحاظ قانونی مجرم شناخته می شوند. اما بی انصاف کجای قانون جزایی نوشته مجازات این گونه افراد اعدام است؟ مگر می شود هر کسی را برای هر عملی به حکم قاضی اعدام کرد؟ قاضی: همین است دیگه. وقتی طرف آدم در مجادله بی سواد باشه همه چی را باید از بی بسم الله شروع کرد. آقای دکتر، گفتم چی؟ دانسته یا ندانسته در خدمت دشمن هستند و به دشمن خدمت می کنند. شما چرا برای یک مشت خس و خاشاک سینه چاک می دهید؟ نکند خودتان هم از همین اراذل هستید. واقعا برات متاسفم دکتر. مگر می شود قاضی حکمی صادر کند که در قوانین جزایی به قول شما نیامده باشد؟ دکتر: ببخشید، من نمیدانستم برای اعتراضات و راهپیمایی مخالفان حکومت مجازات اعدام تعیین شده. ولی باور کنید آقای قاضی، من هرگز نمیتوانم چنین حکمی را باور کنم. قاضی: اشکال کار شما آقایان تحصیل کرده همین است. میخواهید همه چی را خودتان بخوانید یا ببینید. هیچگاه تعبد سرتان نمی شود. عزیز من، وقتی مافوق من رئیس قوه قضاییه یا رئیس جمهور و سایر مسئولین رده بالای حکومت از من بخواهند برای افرادی حکم اعدام صادر کنم، من کار دیگری نمیتوانم انجام بدم. وظیفه به من حکم میکنه دستور مافوق خود را انجام دهم. از همه مهمتر، وقتی رهبر عزیزمان نظرشان این باشد، بدون تردید این افراد باید اعدام شوند. کدامین قاضی وظیفه شناس مسلمانی نظر رهبر ارجمند را نادیده میگیرد؟ اشتباه نکن، این دستور دین و قرآن است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سوره نساء آیه 59. پس قاضی طبق قانون مجازات عمومی رأی صادر می کند، نه بر اساس خواسته و نظر خودش. دکتر: شما از کجا متوجه نظر رهبر می شوید؟ مگر اینکه مستقیما به شما دستور بدهند؟ قاضی: من سگ کی باشم که رهبر عالیقدر رژیم جمهوری اسلامی مستقیما به من دستور بدهند؟ دکتر: نمیفهمم. پس چگونه متوجه نظر رهبر می شوید؟ قاضی: شما هیچی نمیفهمید، یعنی از اول هم نفهمودید. من چطوری میفهمم؟ میگه از تو به یک اشاره، از من به سر دویدن. دکتر: یه چیزی میتونم بگم؟ قاضی: چرا نمیتونی؟ بگو. تازه مگه تا حالا لالمونی گرفته بودی؟ با این عقل ناقصت مثل بلبل شاه طهماسب چهچه میزنی. دکتر:
بعضی وقتا من به خودم میگم ای کاش جوامع بشری هیچگاه برای خودش محکمه و قاضی نمیتراشید و به همان طریق ریش سفیدی مشکلات قضایی و حقوقی خودش رو رفع و رجوع میکرد. چون تاریخ به ما نشان داده در ازای هر قاضی شریف و با وجدان بیش از چند قاضی بی وجدان داشته ایم که یارو یاور جنایتکاران و دیکتاتورها بودند. اگر ابو موسی اشتری نبود، معاویه نمیتوانست بر علی پیروز شود و اگر شریح قاضی حکم ارتداد حسین ابن علی را نمیداد، هرگز یزید نمیتوانست به این سادگی نوه پیامبر را به شهادت برساند و حلاج به دستور ابوالفضل جعفر مقتدر و به حکم قاضی شرع 1000 تازیانه نمیخورد و دست و پایش را قطع و سپس اعدامش نمیکردند. تازه سر مرده را میبردند و آتشش میزند. چرا؟ چون قاضی محترم شرع بر اساس دستور مقتدر چنین رأیی صادر کرده. در دوران انگیزیسیون در قرون وسطی قضات شرع انسانها را زنده زنده در آتش می‌سوزاندند و جنایت وحشتناکی را به خاطر خدا و قانون خدایی مرتکب شدند. در انقلاب فرانسه قضات انقلابی هر روز حکم اعدام عده‌ای را با گیوتین صادر می‌کردند که بلافاصله اجرا می‌شده. در عرض 16 ماه 16600 نفر را اعدام کردند. در آلمان هیتلری قضات شریف عضو حزب نازی چه اعدام‌ها و انسانسوزی‌هایی که نکردند. دستیار استالین به دستاویز احکام قضات شریف دادگاه‌های استالینی فقط در گرجستان 10,000 نفر را اعدام کرد و قضات وطن پرست و شاه دوست بعد از کودتای 28 مرداد برای 40-50 نفر حکم اعدام صادر و اعدام کردند و احکام اعدام 200 نفر دیگر را با بزرگواری تبدیل به حبس ابد کردند. به جرم عضویت در حزبی که منحل اعلام شده بود. اما کاری به کار هموطنان بهایی نداشتند که بر اساس همان قوانین حق استخدام در دوایر دولتی را نداشتند، اما وزیر و وکیل و نخست وزیر و دکتر شخص شاه بودند. خیلی موارد دیگر است که قانون نادیده گرفته می شود. اما عقایدی اگر به نوعی مخالف عقاید حاکمان باشد حکمش اعدام است، اما هر عقیده و اعمال دیگری که در جهت منافع حاکمان باشد حتی اگر غیر قانونی هم باشد نادیده گرفته می شود. نگاه کنید، تیمسار دکتر عیادی برخلاف قانون در ارتش شاهنشاهی استخدام و به بالاترین درجات می رسد. قاضی حکمی برایش ندارد، اما برای افرادی چون فکر کرده اند ولیعهد یا فرح را بربایند حکم اعدام می دهد، خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان اعدام می شوند. یعنی حکم اعدام برای اندیشه‌ای که به فعل در نیامده، فقط کسی به رو بودن فکر کرده. حالا در مورد احکام سنگین مشابهی که به ناحق در چنین رابطه‌هایی از طرف شما قضات محترم در آن دوره صادر شده، اصلا توجه و اشاره‌ای نمی‌کنم. در بعد از انقلاب بر اساس حکم قضات محترم انقلابی و به خصوص خلخالی آدمکش آنچنان کشتاری می کنند که در بعضی مواقع صدای روحانیون دیگر هم بلند می شود. باز در جریان مواد مخدر خلخالی جنایتکار آنقدر حکم اعدام صادر می کند که خودش در مقام پاسخگویی می فرمایند مهم نیست، اگر بیگناه اعدام شده باشد خب می رود به بهشت و اگر گناهکار باشد که از اهل جهنم است. با اعدامش بار گناهانش کمتر می شود. و در ماجراهای جنگل‌های آمل سال 1360 علاوه بر کشته شدگان در درگیری‌ها بر اساس رأی قضات بسیار شریف 21 نفر محکوم به اعدام می شوند و حکم به مرحله اجرا گذاشته می شود. و از همه مهمتر کارنامه سیاه و جنایتکارانه آقایان قضات هیئت مرگ در تابستان 67 است که 40 تا 60 هزار نفر را مانند نوشیدن آب گوارا و خنک در زندانها در واقع جنایتکارانه به قتل رساندند. در هر اعتراضی که مردم داشته اند، علاوه بر اینکه تعداد زیادی در کف خیابانها کشته و مجروح می شوند، تعدادی از دستگیر شدگان را هم به همین جرم با حکم آقایان قضات زندانی یا اعدام می کنند. چنانچه هنوز از دستگیر شدگان اعتراضات سال 1401 109 نفر در خطر اعدام شدن می باشند. این در صورتی است که 12 نفر از همین معترضین را اعدام کرده اند. حالا شما جناب آقای بسم الله الرحمن الرحیم خان بفرمایید کدام قشر از مردم به اندازه آقایان قضات جان هم نوعان خود را گرفتند؟
قاضی: حتما این همه انسانی که در جنگ‌ها و زیر بمباران‌ها کشته می‌شوند هم به دست قضات انجام گرفته. دکتر: نه خیر، آن وحشیگری سیاستمداران و حاکمان است، اما به جز حکمرانان شما صادقانه بفرمایید در طول تاریخ کشورمان چند تا اصغر قاتل و کسانی را داشتیم که دست به آدمکشی زده اند. این افراد بیشتر آدم کشته اند یا قضات تحصیل کرده با احکامشان جان انسانها را گرفته اند؟ قاضی: حتما دوست داری حقیقت را از زبان من بشنوی؟ بله. قضات با احکامی که صادر کرده اند جان خیلی ها را به آسانی گرفته اند و هیچگاه احساس پشیمانی هم نکرده اند و سر و مر و گنده به حیات خود ادامه می دهند. راضی شدی؟ دکتر: شما خودتان فرمودید صادقانه با هم گفتگو و مناظره کنیم. قاضی: بله، من گفتم، اما نمیدانستم تو آدم دوزاری ظرفیت بحث کردن را نداری و هر مزخرفی دلت میخواد و به زبان میاری. خوبه من بگم دکترها همشون پولکی هستند و به خاطر پول طبابت میکنند، یک مشت آدمهای مادی از خدا بی خبر. ولی من این حرفو نمیزنم. حالا هم خسته شدم، میخوام سفارش نوشیدنی و خوراکی بدم. تو هم باید یه چیزی سفارش بدی. مهمان من هستی. قاضی: این حرفا رو نزن. یه صحبتی بوده بین ما و گذشت. خیالت راحت باشه. بعد از این تو با کمک مقام تولیت مشهد مقدس و من به زندگی بی دغدغه و عادی خودت که همان طبابت است برمیگردی. حالا بگید چی میل دارید؟ دکتر: والا چیزی میل ندارم، ولی حرف شما را زمین نمی اندازم. هرچی برای خودتان گرفتید برای من هم سفارش بدید. قاضی: پس قدری صبر کنید. من چند قدمی بزنم، یه خورده خودم رو جابجا کنم و مأمور قطار رو صدا کنم. از کوپه خارج شد و پس از چند دقیقه با 4 مأمور وارد کوپه شد. در دست یکی از مأمورین چکش بزرگی بود، مثل پتک آهنگرها بود. دستور داد شیشه واگن را شکستند. من ازش پرسیدم چه کار میکنید جناب قاضی؟ این یک نوع جرم است. گفت صبر داشته باش، نگران نباش. بچه‌ها 4 دست و پای این پسرک هرزه مرتد را بگیرید و از قطار بندازید بیرون. آنها هم بر سر من ریختند و من بدون هیچ گونه مقاومتی تسلیم آنها شدند. و آن بی‌انصاف‌ها هم 4 دست و پای من را گرفته با 3 شماره به بیرون پرتاب کردند که از خواب پریدم. 25/5/1402 خواب و خوابنما. نویسنده ف الف. راوی نسیم. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com رویایی که حقیقت بود. بین نماز مغرب و عشا سلام را گفته بودم و به علت خستگی روزانه سر سجاده داشتم، به همان حالت نشسته چرت می زدم. ولی مواظب بودم خوابم نره که وضوعم باطل بشه. اما در رویاهای غرق شده بودم. البته نمیدانم چرا اغلب بعد از نماز مغرب حالتهای عجیبی بهم دست میده. بعضی وقتها احساس میکنم رو در رو با خدا نشستم و ازش شکوه و شکایت میکنم و او هم با مهربانی و خوشرویی جوابم را طوری میدهد که احساس میکنم فریبم میدهد و دارد کلاه سرم میگذارد. اما با جوابهایش حال خوشی بهم دست میداد، به طوری که بعضی وقتها از این حالتها احساس خطر وحشتناکی میکردم. میترسیدم من همچون دیگران روزی مدعی چیزی شوم که نیستم. ناگهان خل شوم و دین جدیدی بیاورم که باعث دردسر بیشتر بشر شود. و از اینها گذشته با این تخیلات باعث خسر دنیا و آخرت شوم. اما به طور کلی حالتی است که دوست دارم تکرار و تکرار شود. امروز هم که از همه جا و همه کس خسته و بیزار شده بودم، باز دوست داشتم مستقیما با خود خدا حرف بزنم و هرچه شکایت و دق و دلی دارم سرش خالی کنم.
اما به جای دیدن خدا در تصوراتم دختر بچه های کم سن و سالی را دیدم در چمنزاری مثل زمین های ورزشگاه در حال بازی کردن و رقصیدن. مانند دوربین فیلمبرداری که دکمه زوم را میزنی و تصویر بزرگ و بزرگتر می شود و از لانگ شات به یک کلوزآپ می رسی. دختر بچه هایی را که در مسافت دوری می دیدم حال در فاصله چند قدمی بودند. آنها در 3 دایره حلقه‌وار در حالی که در یک دست شاخه ایگل و دست دیگر را به دست رفیق کناری خود داده بودند، به اتفاق در روی خط دایره ها برخلاف جهت هم می چرخیدند. و در طول رقص دختران دایره ها جای خود را با دایره دیگر عوض می کردند و وقتی به دایره بیرونی می رسیدند صاحب یک جفت بال سفید می شدند. پس فرشتگان همین دختران زیبای معصوم هستند. اگر بازی می کنند بازیشان بسیار سرگرم کننده و شاد است و اگر مراسمی را به جا می آورند انسان آرزو می کند ای کاش تمام مراسم و آداب و سنن تفریحی و عبادی بشر به همین شکل بود. هرچه می خواهم این رقص و این حرکات موزون را شرح دهم به هیچ وجه قادر به بیان آن نیستم. من تا آن حد مجذوب این حرکات شده بودم که احساس می کردم با فرشتگان همدم و همتراز شده ام. آنها در فاصله چند قدمی من قرار گرفته بودند. در 3 دایره تو در تو حلقه وار. همانطور که گفتم در حالی که در یک دست شاخه های گل داشتند و در 3 دایره برخلاف هم می چرخیدند و می رقصیدند. بچه های ردیف اول از داخل نسبت به بچه های حلقه دوم کوچکتر بودند و در دستانشان گلهای لاله و رز سرخ با پیراهن‌های سرخ رنگ از جنس حریر داشتند و در دستان دختران حلقه دوم که کمی هم بلند قدتر بودند گلهای میخک و رز صورتی با لباسی از حریر صورتی و دختران ردیف آخر با گلهای میخک و لاله های سفید و بالهای سفیدی که در 2 طرف بازو داشتند. همگی بدون توجه به رقص و پایکوبی مشغول بودند و در گردش ها لباس های رنگارنگ آنها هنگام گردش تبدیل به طیفی از رنگ ها می شد که دایره‌وار به دور خود می چرخید و چشم را خیره می کرد. و من غرق تماشای حرکات دختران بودم که ناگهان خانمی با متانت و وقار، با گام‌های سنگین و با لباسی که نقش گل‌های ریز و رنگارنگی داشت و پر از چین‌های ریزی که تا قوزک پایش بود، به جلوی صف فرشتگان آمد و آنها همانطور که در حال گردش به دور خود و سما بودند، برای او راه باز کرده، از حلقه بیرونی به وسط حلقه درونی رفته، شروع به چرخیدن و رقصیدن می‌کند. و دختران گلهای لاله را به زیر پایش می اندازند. تا اینکه زن ناگهان به روی زمین نشسته و دیگران نیز چون او بر روی زمین می نشینند. یکی از دختران بالدار از صف آخر بلند شده با رقص و چرخش پس از اینکه چندین بار به دور خود می چرخد در برابر زن تعظیمی کرده در مقابل او می نشیند و از زیر دامن زن بچه ای را بیرون آورده در آغوش می گیرد. و پس از چند بار رقصیدن و دور زدن بچه را به زن داده. زن نیز در حالی که بچه را روی دست دارد قدری چرخ زده و می رقصد. در حالی که رقصندگان با نظم و دقت برای او راه را باز می کنند، از میان حلقه ها در حالی خارج می شود که این بار سایر گلها را به جلوی پای او می ریزند و دختران از پی او می روند تا اینکه از دیدم خارج می شوند. پس از رفتن آنها به خودم آمدم و چشمانم را قدری با دستانم مالیدم و باز و بسته کردم. درست بود بیدار بودم و این صحنه ها را در بیداری دیده بودم. چه لذتی بهم دست داده بود غیر قابل توصیف. 4 زانو روی سجاده نشستم و به فکر فرو رفتم و از خود میپرسیدم این رویا بود. اگر رویا بود چه پیامی داشت؟ باید بیشتر فکر کنم. شاید به نتیجه مطلوبی برسم. اما هرچه بیشتر فکر کردم کمتر به نتیجه رسیدم. حرکتی به خود دادم و به سجده افتادم. با گریه و زاری فریاد می زدم. خدا، یا جون پسرت مسیح، جون اون مریم مقدس که مورد توجه خودت بوده، جون حسین تشنه لب و محمد که سکسش را آنقدر دوست داشتی که زینب زن زین بن حارثه را برایش حلال کردی
و جون اون ماریه قبطیه که دوباره 2 دستی تقدیم محمد کردی، جون تمام اون زنهایی که اجازه دادی بدون مهر خودشان را تقدیم محمد کنند، راستشو بگو. با این رویا چی میخواستی به من بگی؟ یک قدری سر به مهر ساکت شدم تا شاید حرف یا کلامی از خدا بشنوم. اما به حماقت خود خنده‌ام گرفت. آخه خریت که شاخ و دم نمیخواهد. خدا کی با کسی حرف زده؟ با محمد توسط جبرئیل پیغام و پیغام میفرستاد و با موسی هم کسی شاهد نبوده جز ادعای خود موسی. او درست از زبان دارد اما هرگز با بندگانش حرف نمیزند. درست از گوش دارد اما معلوم نیست حرف بندگانش را میشنود یا نه. و البته که جواب منفی است. بندگان به جای حرف زدن زاری و شیون می کنند، دست به دامان استخوان‌های پوسیده این و اون می شوند و به هر چیزی دخیل می بندند. ولی کو گوش شنوا. پس دوباره روی سجاده ولو شدم تا جانماز و سجاده را جمع کنم. ناگهان چشمم به عکس مادرم افتاد که از درون قاب عکسی بر روی سینه دیوار به من نگاه می کرد و می خندید. تا آن لحظه نمیدانستم در برابر عکس مادر سجاده را پهن کرده و در برابر او سجده و تعظیم می کنم. دوباره نگاهی به جانماز و سپس عکس مادرم کردم. از خودم پرسیدم نکنه تا کنون من به تو سجده می کردم مادرم. اگر اینطوره پس تو جوابم را بده و من را از این سردرگمی نجات بده. صدای مادرم را به وضوح شنیدم. چه صدای گوش نواز لطیفی. نغمه ای بود از صدای شرشر آب در جویبار کوهستان. ترانه ای می‌خواند یا شعری را دکلمه می‌کرد. ندیدی حقیقت را؟ وقتی حقیقت را می‌بینی باز قبول نمی‌کنی. به دنبال چه می‌گردی فرزند عزیزم؟ وقتی از حقیقت روی برمیگردانی و حقیقت می‌کنی تو یک مزدور دروغگو شارلاتان می‌شوی. مادر چرا این نسبت ها را به من می دهی؟ به خدا من متوجه چیزی نشدم. مادر: پس نباید به چشمانت که حقیقت بین نیستند اعتماد بکنی. تو خالق را دیدی که چگونه انسان را با قدرت و توانایی های خودش آفرید. تو خدای نور و رحمت را دیدی. خدای گرم و بخش و زندگی آفرین را دیدی. دیگر چی می خواستی ببینی تا باور داشته باشی؟ تازه متوجه شدم که ای داد بیداد. چرا اینقدر غافل بودم به این زیبایی؟ خدای خالق حیات بخش را دیدم. خدای نور و رحمت را که از چشمان پرفروغش و سیمای بی همتایش روشنی و محبت را به انسان می بخشاید. خدای عشق و گرما بخش به حیات را چه آسان قابل شناخت بود. خدایی را که جان می بخشد اوست که اراده اش بر وجود انسانی باعث حیاتش می شود. او اگر نخواهد در همان ابتدا می تواند جان مخلوقش را بگیرد. اما با مهربانی و عشق او را پرورش می دهد. زندگی می بخشد. از شیره جانش او را تغذیه می کند و در دامان پرمهرش او را پرورش می دهد. گفتن و راه رفتن و هر چه لازم باشد به او می آموزد. چون عرش می دوست از سر سجاده برخاستم و دور اتاق می دویدم و فریاد می زدم. فهمیدم. یافتم. نور را دیدم. از آن روز به بعد به دین و کیش درستی در آمدم. برای پرستشش احتیاجی به خون و خونریزی نیست. زیرا وجود او از مهر و عشق است و از خشونت و کشت و کشتار بیزار. او آنقدر فهیم و آگاه است که در هیچ شرایطی مخلوقاتش را که با عشق آفریده حاضر نمی شود کوچکترین صدمه ای ببینند. و من تازه متوجه شدم هر وقت با خدا راز و نیاز می کردم ندانسته مدتهای زیادی بود که او را می پرستیدم. حتی سجاده‌ام را ندانسته در برابر عکس او پهن می کردم و به او سجده می کردم. خواستم دوباره در برابرش به سجده بیفتم. باز به حرف آمد و گفت فرزندم به خودت زحمت نده. چرا خودت را معذب می کنی؟ من چه احتیاجی به سجده تو دارم؟ و این حرکات به جز اینکه تو را آزار دهد و ایجاد کننده ناراحتی‌های فکری باشند چیز دیگری نیست. البته به جز حماقت و نادانی. بلند شو به کارهایت برس. گفتم واقعاً که خدایی برازنده توست.
ای کاش دیگران هم به همین راحتی تو را می شناختند و تو را ستایش می کردند. به جای این خداهای گوناگون که از پنجه پیروانشان فقط خون می چکد، خدایی را می پرستیدند که آنها را خلق کرده و زندگی بخشیده. مادر را، در یک کلام همه‌گیر، زن را. زن، زندگی، آزادی. پایان. AvayaBook.com خوابنما. یک بار هم خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم رفتم زیارت امامزاده ای. هوا تقریباً سرد بود. کاپشنی به تن داشتم. در وسط حیاط ایستاده بودم و اطراف را نگاه می کردم. مثل اینکه چیز خاصی را جستجو می کردم. به همه چیز نظر می انداختم. حیاط سنگفرش زیبایی داشت و از آن زیباتر حوض سنگی بیضی شکلی با آبنما و فواره هایی که محکم و استوار و با متانت خاصی در وسط حیاط خودنمایی می کرد. و یک سقاخانه در کنار حوض بود که در واقع عمارت کوچکی بود. مخزن آبش از سنگ یک تیکه سیاه بود. با گنبدی طلایی کوچکی. مردم می گفتند قدیما پیاله های آبخوریش از طلا بوده و پیشخانی که آینه‌کاری بسیار هنرمندانه و قشنگی داشت با درهای میناکاری و با سیمها و قطعات نقره‌ای و طلایی که شکوه و عظمتی را به درها داده بود و چنان استادانه کار شده بود که هر تازه واردی را مجذوب خودش می‌کرد و بیننده بی اختیار فکر می‌کرد به بارگاه خداوند می‌خواهد وارد شود. و این جذبه چنان شدید بود که بیننده شاید بارها و بارها برای دوباره دیدنش در هر فرصتی خودش را به آنجا می‌رساند. مردم زیادی در حیاط زیارتگاه بودند. دور تا دور حیاط هم اتاقک‌هایی بود که گویا مقبره اشخاص مهمی بود. همانطور غرق زیبایی‌های امامزاده شده بودم که یک دست محکمی روی شانه هم زد و گفت: مهندس، چرا معطلی؟ باید از کجا شروع کنیم؟ نکنه قصد تخریب نداری؟ نگاهی به چشمانش انداختم که شرارت از آن با انرژی خاصی مرا برای چند لحظه وادار به سکوت کرد. و ناگهان به خود آمدم و گفتم: بله، شروع می کنیم. بگویید لودرها با کارگران وارد محوطه شوند و جلوی پیشخوان موضع بگیرند. پس از چند لحظه با وارد شدن سلودر مانند تانک هایی که به میدان جنگ می روند و پشت تانک ها 20 کارگر با بیل و کلنگ مانند سربازان نیروی پیاده پشت لودرها، با آمدن اینها مردم شروع کردند به شعار دادن و یا حسین گفتند و به آهستگی به طرف لودرها و کارگران حرکت کردند. هر دوی ما پریشان شده بودیم و قدرت هیچ کاری را نداشتیم. اما یکی از رانندگان لودر از اتاقکش بیرون آمد، روی پایه لودر ایستاد و فریاد زد: مردم، چرا بی جهت شلوغ می کنید؟ ما که کار بدی نمی خواهیم بکنیم. با مدرک و سند مشخص شده در این زیارتگاه جسد هیچ امامزاده یا انسانی نیست. در مقبره‌ای که شما زیارت و پولهایتان را در صندوق آن می ریزید، یک خر دفن شده. ما قبر را می شکافیم. اگر استخوان‌های انسانی بود، با احترام و تشریفاتی که در خور حضرت آقا باشد، دوباره به خاک می سپاریم و خرابی‌ها را 100 برابر بهتر از اول می سازیم. و اگر استخوان‌های خری بود، این مکان را برای شما تبدیل به کتابخانه یا درمانگاه و تئاتر می کنیم. حالا برید سر کار خودتون و اجازه بدین ما کار خودمون رو بکنیم. و رو کرد به من و گفت: آقای مهندس، از کجا شروع کنیم؟ من هم که دل و جرأتی پیدا کرده بودم، خواستم برنامه کار را بگم که یک نفر فریاد زد: از سر قبر بابات، پدر سگ کافر. من از همانجا فریاد زدم: اگر اینجا خر دفن باشه چی؟ یکی داد زد: به تو چه؟ ما میخوایم خر را زیارت کنیم. برای ما چه فرق میکنه؟ من گفتم: برادر، خر که زیارت نداره، خر که حاجت و معجزه نداره. راننده لودر گفت: آقای مهندس، با اینها دهن به دهن نشو.
برای اینها فرقی نمیکنه چه استخوان آدم باشه و چه خر. چه فرقی داره این استخوان‌ها چیکار میتوانند برای زنده ها بکنند؟ دستور بده کار رو شروع کنیم. در همین لحظه یک نفر سنگی را پرتاب کرد که به دهان راننده بیچاره لودر خورد و خون از دهان و صورتش فواره زد. ما تا آمدیم خودمان را جمع کنیم یکی داد زد حمله. این فرمان همانا و حمله مردم به ما همان. یکی دیگه فریاد میزد اول ترتیب مهندس رو بدید. من تا آمدم در برم پایم به پای کسی گیر کرد و افتادم زمین و عده‌ای بدون توجه از روی من می‌دویدند. مسلم است در چنین لحظاتی انسان از خواب بیدار می شود. اما این خواب تأثیر زیادی روی من گذاشت. برای همین هم سعی کردم این امامزاده را در بیداری پیدا کرده از نزدیک ببینم. به همین جهت هر پنجشنبه به اسم زیارت به دیدار زیارتگاهی می رفتم. اما زمانی که کاملا مایوس شده بودم به زیارتگاهی رفتم و گم شده‌ام را پیدا کردم. ولی چون نمی‌خواهم این محل مشخص شود نامی از آن و محل آن نمیبرم. ولی باور کنید آنچه را در خواب دیده بودم به وضوح در بیداری دیدم. حوض، سقاخانه نمای بیرونی امامزاده، گنبدهای طلایی، همه چی به همان شکلی بود که در خواب دیده بودم. حتی مقبره‌های دور تا دور حیاط. مدت‌ها بود به این خواب فکر می‌کردم و جوابی برای آن پیدا نمی‌کردم تا اینکه به طور اتفاقی مجهول خود را یافتم. این همان خواب نما شدن است. اگر خواب نما شدن یک پدیده واقعی و درست باشد، هیچ دلیلی ندارد فقط آقایان روحانی خواب نما شوند. هر کسی که دلش پاک و نیتش خیر باشد میتواند خواب نما شود و من هم خواب نما شدم و فهمیدم در اینجا خری دفن شده و این بارگاه از آن خری است و این خواب نما شدن باعث شد من دیگر هرگز به زیارت هیچ امامزاده‌ای نروم و بعد از آن هم دیگر خواب نما نشدم. 28/5/1402 خواب و خواب نما. نویسنده ف الف، راوی نسیم. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com خوابیدن و خواب دیدن مقوله است که هنوز بشر جواب قانع کننده ای برایش نیافته. ولی در مورد آن حرف و حدیث بسیار است و برای همین هم بشر به جای یافتن اصل مطلب که راز و رمز و علت خوابیدن و خواب دیدن است، دانش‌هایی برای خود ساخته و پرداخته مثل تعبیر و تفسیر خواب. حتی علم تعبیر خواب را معجزه یکی از پیامبران می‌دانند و مفسرین و تعبیر کنندگان خواب توانستند آنچه را انسان در خواب می‌بیند را به چند دسته تقسیم کنند. البته باید بگویم 1000 خواب می‌بینیم که بی‌معنی و پوچ است و با 1000 وصله به جایی نمی‌شود چسباند. اما یکی امکان دارد با موضوعی بر حسب اتفاق نزدیکی داشته باشد یا ما بدون شک یا با شک و تردید به موضوعی که اتفاق افتاده یا می‌افتد وصل می‌کنیم. برویم سر اصل مطلب که تقسیم خواب بر اساس دکتورین مفسرین و تعبیر کنندگان خواب است. 1. خواب سر شب. 2. خواب نیمه شب. 3. خواب دمدمای صبح. 4. خواب دیدن در نیم روز. 5. خواب دیدن در بعد از ظهر. 6. خواب دیدن در غروب آفتاب. 7. خواب دیدن با شکم خالی در روز. 8. خواب دیدن بعد از غذا خوردن و با شکم پر در روز. 9. خواب دیدن با شکم خالی در شب که شامل 3 قسمت در ساعات مختلف می شود. 10. خواب دیدن با شکم پر در ایام شب باز شامل 3 زمان مختلف می شود. و از همه مهمتر خواب نما شدن است که آن را بیشتر علما و بزرگان دینی می بینند
و بیشتر هم در رابطه با پیدا شدن مزار امامزاده یا یکی از بزرگان دینی است که حتما بعداً محل به خواب آمده زیارتگاه مسلمین معتقد می شود. و این را میگویند خواب نما شدن فلان آقا که مخصوص طبقه روحانیون است و البته من آن را قبول ندارم و باور دارم هر فرد معتقدی میتواند خواب نما شود و چه بسا مسئله یا مشکلی که برایش سالیان سال غیر قابل حل بوده را در خواب و خواب نما شدن پیدا کند و به حقیقت پنهانی دست یابد و کمک حال خود و مسلمین دیگری هم شود. چرا به چنین نتیجه‌ای رسیدم؟ زیرا خودم چندین بار خواب نما شدم و آنچه باعث می شد سؤال بی پاسخم مرا از اهدنا الصراط المستقیم منحرف کرده و دینگریزم نمایت یافته و حقیقت‌هایی که گرد ندانسته های بشری ذهنم را کدر و غیر قابل رؤیت کرده بود پی ببرم و عقایدم را نسبت به دین آبا و اجدادیم محکم و محکمتر نمایم تا از بهشت و حوری‌های خداوندی رانده نشده و درهای جهنم به رویم بسته شود. و اما این بار خواب دیدم در مجلس عزاداری سرور شهیدان حسین ابن علی نزدیک منبر نشسته‌ام و مقداری چک‌های غیرقابل وصول را دور خودم روی زمین پخش کرده‌ام و یک بسته ته چک را به دقت بررسی کرده تاریخ‌هایش را به خاطر می‌سپارم. اینها چک‌هایی بود که در دست مردم داشتم و باید در زمانهای کوتاهی یعنی از فردا در حسابم پول واریز می‌کردم تا برای کسانی که صادر کرده بودم قابل وصول باشه. و چک‌هایی که روی زمین چیده بودم چیزی نبود جز یک مشت کاغذ بی‌مصرفی که دیگران به من داده بودند و به هیچ وجه قابل وصول نبود. نگاهی به آنها می‌انداختم و دو دستی توی سرم می‌زدم و های های گریه می‌کردم. و باز نگاهی به تهچک‌های خودم می‌کردم و این بار دو مشتی تو سرم می‌زدم و های های گریه می‌کردم تا اینکه غلام علی خان همکارم به کمکم آمد و چک‌ها را از روی زمین جمع کرده و 3 برگ آن را که از آن خودش بود کش رفت و بقیه را به من داد و گفت چه کار می‌کنی فرامرز خان؟ به خودت بیا. اگر برای امام حسین گریه می‌کنی آقا هنوز به صحرای کربلا نزده داره از امام رضا میگه. با گریه پرسیدم از امام رضا چی میگه؟ گفت هیچی، حرف مفت. میخواد با این چرندیات نیم ساعتش را پر کنه. میگه بعد از فوت امام موسی کاظم بزرگان نزد امام رضا رفتند و ازش خواهش کردند حالا که پدر بزرگوارتان به رحمت خدا رفته اند حکم کنید خواهرانتان بتوانند ازدواج کنند. امام قبول نکردند و فرمودند من هرگز نمیتوانم حکم پدرم را بشکنم. آخه امام موسی کاظم وصیت کرده بودند دخترانشان حق ندارند ازدواج کنند. پرسیدم مگه امام چند دختر داشتند که گفتند دخترانم حق ازدواج ندارند؟ غلام علی خان جواب داد به روایتی 20 دختر و 20 پسر داشتند، اما این رقم ها بین 38 تا 44 روایت شده. گفتم عجب. خب چرند گفته مگه میشه 20 تا دختر و آدم بگه حق ندارید شوهر کنید؟ پرسید به کی میگی چرند گفته؟ امام موسی کاظم؟ دهنتو آب بکش، توبه کن. درسته نفهمیده غلط زیادی کرده ولی باید توبه کنی. دیدم راست میگه. همونجا دردم توبه کردم و به غلط کردن افتادم که از خواب بیدار شدم. اما این خواب باعث شد چیزی را که ازش هیچ گونه اطلاعی نداشتم فهمیدم و این فهمیدن بیشتر رنجم میداد تا ندانستنش. لذا از همون صبح فردا شروع کردم به تحقیق. فکر نکنید شناختن سره از ناسره مشکل و کار دشواری است. خیر، خوشبختانه اگر قدری صبر و حوصله داشته باشیم با وسایل و امکانات امروزی در عرض چند ساعت می توانید به پاسخ تمام سوالات بی پرده و تمامی مسائل غیر قابل حل را حل شده بیابید. فقط کافی است در یکی از سایت‌های اینترنتی آنها را جستجو کنید تا به جواب‌های خود برسید. پس من هم اگر دروغ نگفته باشم، یک روز 5-6 ساعت وقت گذاشتم تا جوابهایم را یافته با اصل و مأخذ آنها مقایسه کردم و وقتی به صحت آنها رسیدم، توانستم با خیال راحت نفسی از ته دل کشیده واقعیتی را کشف کنم که تا چند ساعت پیش نمی‌دانستم. من می‌خواستم بدانم آیا کسی می‌تواند مانع ازدواج فرزندش شود حتی بعد از مرگش؟
آن هم امر مستحبی که در قرآن خداوند رحمان رحیم بارها و بارها بندگان و مؤمنان را تشویق به آن کرده و سفارش ها نموده. طبق آیه 231 سوره بقره که خداوند می‌فرمایند: و چون زنان را طلاق دادید و زمان عده آنها به پایان رسید، نباید آنها را از شوهر کردن منع کنید. این سفارش درباره زنانی است که مردهای مسلمان طلاق می‌دهند. قرآن می‌فرماید آنها هم باید همسر دیگری انتخاب کنند و نباید مانع شوهر کردن آنها شد. البته استثنایی هست، چون آورنده این آیات که حضرت رسول الله باشند، خودشان منع فرمودند زنانشان بعد از ایشان ازدواج نمایند و باز هم البته شاید حکمتی دارد که خدا می‌داند و پیامبرش و بر ما پوشیده است. و در آیه 24 سوره نساء می‌فرمایند هر که را توانایی آن نباشد که زنان پارسا و با ایمان آزاد گیرد، پس از کنیزان مؤمنه که مالک آن شدید به زنی اختیار کنید. خدا آگاه تر است به ایمان شما که شما اهل ایمان بعضی از جنس بعضی دیگرید. پس با کنیزان مؤمنه با اذن مالکانشان ازدواج کنید و مهر آنها را به طرز پسندیده بدهید. کنیزانی که عفیف باشند، نه زناکار و رفیق و دوست باز. پس چون شوهر کردند، چنانچه عمل زشتی از آنها سرزند، بر آنها نصف عذاب، یعنی حد زنان پارسای آزاد است و خدا بخشنده و مهربان است. و در آیه 2 نساء می‌فرماید اگر بترسید که مبادا درباره ازدواج با یتیمان مراعات عدل نکنید، پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکوست، 2 یا 3 یا 4. و اگر بترسید که راه عدالت نپیموده و به آنها ستم می‌کنید، پس تنها 1 زن اختیار کنید و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است. آیت الله مقدس اردبیلی زیر این آیه می نویسد: از این آیه فهمیده می شود که ازدواج نکردن برای همیشه کار شایسته و خوبی نیست. پس لااقل 1 همسر یا کنیز لازم است و معلوم می شود مجرد زندگی کردن مذمت شده. و در سوره نحل آیه 71 آمده: و خدا از جنس خودتان برای شما جفت‌هایی آفرید و از آن جفت‌ها پسران و دختران و دامادان و نوادگان بر شما خلق فرمود و از نعمت‌های پاکیزه لذیذ روزی داد. آیا مردم باز به باطل می‌گروند و به نعمت خدا کافر می‌شوند؟ توجه بفرمایید، در این آیه می‌فرماید دامادان نه عروسان. پس از آنجایی که هر کلام این کتاب بی هدف و سرسری نمی باشد، حتما حکمتی داشته که از دامادان نام میبرد نه عروسان. چون مرد عرب متعصب برای خودش حتی چندین زن می گرفته و در این مورد هیچگاه دچار شک نمی شده و خود را از زیانکاران که نمی دیده بلکه از اهل بهشت می یافته، اما امکان داشته نسبت به شوهر دادن دختر یا خواهر خود دچار شک و سرشکستگی شود. پس احتمال دارد از این جهت قرآن می‌فرماید دامادان که این شک و شبهه را برای همیشه از بین برده باشد. و در سوره نور آیه 31 باز خداوند می‌فرمایند و البته باید مردان بیزن و زنان بی شوهر و کنیزان و بندگان شایسته خود را به نکاح یکدیگر درآورید. اگر آن مردان و زنان فقیرند، خدا به لطف و فضل خود آنان را بی نیاز و مستغنی خواهد فرمود و خدا رحمتش وسیع و نامتناهی و آگاه است. و در سوره روم آیه 20 چنین آمده: و باز یکی از آیات لطف اوست که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود. در این امر نیز برای مردم با فکرت ادله‌ای آشکار است. در سوره الزاریات هم می‌فرمایند و از هر چیزی 2 نوع نر و ماده بیافریدیم تا مگر متذکر حکمت خدا شوید. در این آیه هم تأکید بر جفت شدن زن و مرد است، جفتی که از آن معنی ازدواج استخراج می شود. و اما خارج از تأکیدات قرآن بر امر ازدواج، مطلب دیگری که بسیار پررنگتر خودنمایی می کند به رسمیت شناختن کنیز و برده است که مرتب در آیات تکرار می شود و خداوند کنیز و برده بودن بعضی انسانها را با این آیات یادآوری می کند.
و البته بنده که با عقل ناقص خود هرگز نمیتوانم به ماهیت و حکمت آن پی ببرم، لذا پناه میبرم به دانش و عقل حکیمان. بگذریم غیر عمدی از محدوده خارج شدیم و اما روایتی از رسول الله در مورد ازدواج. بهارالانوار از حضرت نقل می کند که فرمودند کسی که ازدواج کند نصف دینش را حفظ کرده. از مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 154 و در من لا یحذر الفقیه جلد 3 صفحه 251 از قول پیامبر نقل می کند. بیشترین اهل جهنم انسانهای بی همسر هستند. و یا اینکه حضرت رسول الله فرموده اند در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد که نزد خدای عزوجل محبوبتر و ارجمندتر از ازدواج باشد. بهارالانوار جلد 103 صفحه 222 و یا اینکه هر که دوست دارد پاک و پاکیزه خدا را دیدار کند با داشتن همسر به دیدارش رود و دیگر این که فرموده است ازدواج کنید تا جمعیت شما زیاد شود، زیرا من در روز قیامت به وجود شما حتی بر فرزندان سقط شدگتان بر سایر امتها میبالم. و مهمتر از همه فرمایش امام رضا بر اساس روایتی که در مکارم الاخلاق آمده. ترجمه بیانات حضرت چنین است: اگر درباره ازدواج و پیوند آیاتی محکم و سنتی پیروی شده از رسول خدا هم نبود، باز نیکی به خویشاوند و مانوس شدن با بیگانه که خداوند در امر قرار داده است، انگیزه ای بوده که خردمند صاحب دل به ازدواج رغبت کند و انسان موفق درستندیش به آن بشتابد. باید دقت کرد حضرت می‌فرمایند اگر درباره ازدواج آیاتی محکم و سنتی پیروی شده از رسول هم نبود. این سخنان چه معنی دارد؟ حضرت تا این اندازه ازدواج را مهم می‌دانند که می‌فرمایند حتی اگر خداوند هم دستوری نمی‌داد و پیامبر هم مانند حضرت مسیح ازدواج نمی‌کرد و امر ازدواج را با سننی که از خود به جا می‌گذارد تبلیغ نمی‌کرد، باز به نیکی و به خویشاوندی و مانوس شدن انگیزه ای بود که باید افراد درست اندیش به سوی آن بشتابند. می‌دانیم که احادیث از امامان معصوم در رابطه با ازدواج بسیار است که در حوصله این دفتر نیست و مطالعه و خواند و رؤیت آنها امروز روز بسیار آسان شده، فقط قدری وقت و حوصله می‌خواهد. حال با آیاتی که به عنوان نمونه و شاهد از قرآن کتاب مقدس که دستورالعمل مسلمین است و چند حدیثی که از حضرت محمد و مخصوصاً امام رضا علیه السلام درباره ازدواج جهت یادآوری ذکر شد، علت این که امام هفتم شیعیان جهان، امید دردمندان، نجات دهنده بندگان متوسلان به ایشان و باب الحوایج، نیازمندان ازدواج را برای 20 دختر خودش چرا ممنوع اعلام می‌کنند. چه دلیل منطقی میتواند وجود داشته باشد که از دید و شعور ما پنهان است؟ حرف امام معصوم است. سخن یاوه یک آدم بی سر و پا یا یک فاضل و دانشمند معمولی نیست. برای همین هم ادله‌ای که آخوند شیعی مطرح کرده با صدها من نقل و نبات هم به خورد هیچ خری نمیتوان داد. هیچ مردی کفر نبوده. چطور برای پسران آقا همه زنها کفر بوده و ازدواج کردند، اما برای دخترانش مردی که لیاقت آنها را داشته باشند و علم و دانششان هم سطح آنها باشد پیدا نشده. دختران حضرت علی و زینب کبری کفر داشتند، اما خب لا مذهب، اگر حرف تو را بخواهیم باور کنیم از خودمان نمیپرسیم حتی یک مرد هم برای یکی از دخترانش هم کفر پیدا نشد. و یا این که می‌فرمایید چون هارون دشمن قسم خورده امام بود، هیچ مردی و خانواده‌ای جرأت نمی‌کرد در منزل امام را بزند و از دخترش خواستگاری کرده با امام فامیل شود. با سوال اینجاست که چرا خانواده‌هایی این ریسک را کرده دخترشان را به زنی به پسران امام دادند و از این طریق با امام خویشاوند شده، از خشم هارون نترسیدند. اصلا گیرم استدلال شما در رابطه دشمنی هارون با حضرت درست باشد. در این صورت دختران امام خواه نخواه بی همسر می ماندند. لذا نیازی نبود امام تمامی آیات قرآنی و سنت پیامبر را نادیده گرفته چنین حکمی صادر نمایند.
هیچ دلیل منطقی نمیتوان پیدا کرد که قدری روی باور انسان اثر بگذارد و آنچه که به نظر میرسد و از آنجایی که امام زنهای زیادی داشتند امکان دارد در نزدیکی با زنها امام اعمالی انجام داده باشند که قدری سخیف و زشت بوده و اما تصور میکردند شوهران دخترانش هم با نور چشمان او چنین اعمالی میخواهند انجام دهند. پس اینجاست که رگ غیرت نه تنها امام، رگ غیرت هر مرد غیرتمندی به طوری بلند می شود که می خواهد از گردن جدا شود. پس بهترین مانعی که می توان تراشید و از این بی‌غیرتی نجات پیدا کرد ممنوع کردن ازدواج دختران است. باور کنید نه قصد اهانت دارم و نه ایرادگیری. زیرا این مسئله امروز بشر نیست. امام در سال 183 هجری قمری رحلت فرمودند. پس چیز تازه‌ای نیست. اما جوابهای احمقانه روحانیون انسان را بدجوری رنج می دهد و باعث سرشکستگی و شرمندگی می شود. البته که ما نمی توانیم با معیارهای امروزی درباره گذشتگان داوری کنیم، اما اگر حل مسئله یا معمایی مشکل و غیرقابل حل باشد، این حق را هم نداریم از موقعیت خود سوء استفاده کرده با ابزاری که علم امروزه در اختیارمان گذاشته پاسخهایی به هر آنچه نفهمیدیم بدهیم و مردم را مانند خود ابله و نادان فرض کنیم. وقتی انسانیت مورد هجوم قرار می‌گیرد، جنسیت فرق نمی‌کند. باید در مقام دفاع از حقیقت بلند شد و در برابر جهل و ظلم و خرافات ایستاد. اما این را هم می‌دانم من در این باره بی جهت موشکافی کردم و برای همین باز هم می‌گویم دیگر نه خواب می‌بینم و نه خواب نما می‌شوم. پایان. خواب و خواب نما. نویسنده ف الف. راوی نسیم. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com نماز جماعت. ماشینم را برای صافکاری تصادفات کوچکی که کرده بودم بردم کارگاه صافکاری و نقاشی و پس از مقداری کلنجار رفتن با صافکار و نقاش بر سر دستمزد و تحویل در مدت کمتر اتومبیل را گذاشتم و پیاده از آنجا به طرف منزل حرکت کردم. چون وقت زیادی داشتم خواستم قدری هم پیاده روی کرده باشم. آخه از دم مغازه تا منزل پیاده 2 ساعتی راه بود. از جلوی کیوسک روزنامه فروشی کنار پیاده رو که رد شدم، باد شدیدی در شکمم باعث پریشانی و درد وحشتناکی در شکمم شد که دیوانه‌وار به طرف تابلو سبز رنگ روشن مسجدی در 200 قدمی خودم دویدم و با سرعت خودم را به سرویس بهداشتی رساندم. پس از اینکه احساس آرامش و راحتی کردم، بدون هیچ عمل دیگری از سرویس بهداشتی بیرون آمدم تا به مسیرم یعنی رسیدن به منزل ادامه دهم. در همان ابتدای درب وضوخانه غلام علی خان شوهر خاله‌ام را دیدم. میخواست دست نماز بگیرد. پس از سلام علیک و احوال پرسی، غلام علی خان که خیلی خوشحال شده بود من را در مسجد دیده، گفت: ای بابا فریبرز خان، در عرض این مدت ما نتوانسته بودیم شما را بشناسیم. همیشه فکر می کردم تارک نماز هستید. نگو یه پا قلندری. چه خوب شد مرد. دست تقدیر رو می بینی؟ هیچ وقت فکرشو نمی کردم شما را در مسجد ببینم. نمازو با هم می خونیم و میریم خونه ما. خاله جانت را خوشحال می کنی. هرچه من سعی کردم از دستان پرقدرت و خشن غلام علی خان فرار کنم نشد. البته متوجه هستید دستان پرقدرت شوهر خاله همان سماجت و پررویی و حماقت ایشان است. از بلندگوی مسجد از آن پخش می شد که غلام علی پرسید: مگه برای نماز نیامده بودی؟ نمی توانستم بگویم نه خیر، فقط برای خالی کردن باد شکم آمده بودم. لذا از سر غیظ میبخشید، شرمنده‌ام. جواب دادم: مگه تو مسجد به جز نماز خواندن کار دیگه‌ای هم میشه کرد؟ هر کسی میاد مسجد برای به جا آوردن نماز میآید، برای گوزیدن که نمیآید. گفت: پس چرا معطلی؟ دست نماز بگیریم و بریم تو صف. آقا فریبرز، من این دیدار را به فال نیک میگیرم.
انشالله برای پابوس شاه شهیدان با هم سفر میشیم. دردسرتان ندهم. بالاجبار دست نماز گرفتم و به اتفاق غلام علی خان پس از اینکه در جلوی در ورودی شبستان مسجد از توی یک کارتون 2 عدد کیسه برزنتی برداشتم و کفش‌هایمان را درون آن گذاشتیم، وارد صحن مسجد شدیم. مسجد اصلاً شلوغ نبود. در 2 صف کوتاه عده‌ای روی زمین نشسته بودند که ما هم با تعارف یکی از نمازگزاران به غلام علی خان در ردیف اول قرار گرفتیم. هنوز امام جماعت نیامده بود. به شوهرخاله گفتم: عجب کلک خوبی زدند. دیگه دزدهای مسلمان نمیتوانند کفشای برادران نمازگزار خود را بدزدند. گفت: نه بابا، این طورها هم نیست. یک بار وقتی مردم در حال خواندن نماز بودند، دزدی 10-11 کیسه کفش کسانی که در سجده بودند را برداشت و زد به چاک. یک بار هم کیسه کفش یک نفر را که در سجده بود دزدی می‌خواست بردارد. این برادر حواسش بیشتر به کفش‌هایش بود تا نماز. همانطور که در سجده بود، طرف دیگر کیسه را محکم در دست گرفته بود و دزد هرچه سعی می‌کرد کیسه کفش را از دست پیرمرد درآورد نتوانست و وقتی پیرمرد دستش را رها کرد، دزد بیچاره افتاد روی سر سجده کننده صف عقبی که نماز به هم خورد و گرفتنش و به جای کفش کتک مفصلی بهش زدند. حالا هم اگر حواست نباشه، کفشت با کیسه رفته. در همین موقع امام جماعت آمد و همگی صلوات فرستادند و از جای خود بلند شدند. قصد ندارم جزئیات را شرح دهم. حاضرین به صف ایستادند و آقا هم در محراب با صلواتی قامت بست و ما هم ساکت به امام جماعت گوش می‌دادیم. ولی برای من قامت بستن همان و شروع درد شکم و باد در شکم همان. فکر نمی‌کردم دوباره دچار این بلا بشوم. خودم را به سختی در رکوع نگه داشتم. اما در سجده اولی اختیار از دستم خارج شد و نتوانستم خودم را نگه دارم. بادی ازم خارج شد. زیر چشمی به اطراف نگاه کردم. دیدم غلام علی هنگام بلند شدن از سجده دماغش را گرفته و یکی با کف دست مانند باد بزن جلوی بینیش هوا را به اطراف پرتاب می کند. حالا دیگر کار از کار گذشته بود. در سجده دوم باد طولانی را آزاد کردم تا درد شکم و ورمش بخوابد که صدای الله اکبر و الله اکبر نمازگزاران پشت سرم بلند شد. غلام علی و نفر سمت چپی و 2 نفری که در پشت من نماز می‌خواندند دماغشان را گرفته و بر روی زمین نشستند و سرفه می‌کردند و اه می‌گفتند. غلام علی گفت: کار تو بود؟ نمی‌توانستم انکار کنم. با تکان دادن سر گفته‌اش را تایید کردم و با خشم گفت: مگه بچه‌ای؟ این چه کاری بود کردی؟ نماز مردم را باطل کردی. پرسیدم چرا؟ گفت: تو نمی‌دانی احمق جان، نماز ستون دین است که با خارج شدن باد از ما تحت آدم باطل می‌شود. گفتم: اگر اینطور باشه، وقتی نماز باطل بشه یعنی ستون دین ریزش کرده. و اگر ستون دین ریزش کنه، خود دین هم مثل نماز باطل میشه. پس گناه خیلی خیلی بزرگیه؟ گفت: اینها را میدانی احمق، وقتی در صف نماز جماعت کسی نمازش را به هر دلیلی بشکند و یا اشتباه کند، نماز صف باطل می شود. شانه هایم را بالا انداختم و گفتم: چه احمقانه! یک نفر اشتباه کرده، به دیگران چه ربطی داره؟ حالا میگی باید چه کار کنیم؟ گفت: هیچی، تو دست نمازت هم باطل شده. میری دوباره وضو میگیری، میای بین نماز مغرب و عشای آقا که مسئله مطرح میکنند با کسانی که نمازشان مثل تو باطل شده، نماز مغرب را فردا میخوانی و نماز عشا را هم با جماعت. با خوشحالی بلند شدم که از مسجد بیرون برم، ولی تا کفشایم را پوشیدم که از مسجد خارج شوم، یک وقت دیدم غلام علی خان شوهرخاله پشت سرم ایستاده. تا آمدم حرفی بزنم گفت: آمادم تا خجالت نکشی. برو وضو بگیر، با هم میریم تو. من هم بالاجبار رفتم صورت و دستهایم را خیس کردم و آمدم. وقتی دیدم از لحاظ باد شکم مشکلی ندارم، به اتفاق رفتم برای شروع دوباره نماز در صف قرار گرفتیم و پس از نماز مغرب ازش پرسیدم: من یه چیزهایی شنیده بودم اما به نظر من درست نیست. با خارج شدن بادی غیر ارادی از بدن نمازگزار نمازش باطل شود. جواب داد: خر خودتی، خودت بهتر می‌دانی. بله، اما می‌خواستم بگم اگر بادی با صدا خارج شود چه می‌شود؟
خودم جواب دادم درسته. کسی که مرتکب چنین کار زشتی شود مثل این میماند که نماز و دین خدا را به توپ یا رگبار بسته باشد. پس باید حواسمان جمع باشد. انتظار داشتم غلام علی تشویقم کنه، اما بابی محلی گفت پاشو صف تشکیل شده، باید نماز عشا را بخوانیم. قامت بستیم و شروع کردیم به خواندن نماز عشا، اما باز این بار در ابتدای اولین رکوع دچار باد شکم شدم، به طوری که این دفعه بدون ملاحظه سعی کردم از این گرفتاری خودم را خلاص کنم. لذا رگباری با صدای رعد مانند به طرف نماز و نمازگزاران خالی کردم و بلافاصله شروع کردم به فرار از مسجد. بیرون هم که آمده بودم بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم با سرعت خودم را به انتهای خیابان رساندم. آنجا بود که برگشتم و نگاهی به مسجد انداختم. دیدم چند نفری دم در مسجد ایستاده‌اند و به اطراف نگاه می‌کنند تا شاید مرا پیدا کنند. اما دیگر محال بود دستشان به من برسد. کفشایم را از کیسه درآوردم و جلوی پام انداختم و از آنجا با خیال راحت به طرف خانه حرکت کردم. نمیدانم چرا دیگر دچار باد شکم نشدم. گویا این باد فقط قصد داشت به نماز حمله کند و نشان دهد چه با قدرت میتواند ستون دین را به هم بریزد. پایان. یک خواب بسیار عجیب. شب نه غذای زیاد خورده بودم و نه گرسنه خوابیده بودم. فکر می کنم از سر شب تا وقت نماز صبح خواب می دیدم. امیدوارم جزئیات خواب را فراموش نکرده باشم. در هر صورت سعی می کنم آنچه را که دیده ام و آنچه را که در حافظه ام محفوظ مانده بر روی کاغذ بیاورم. اتاقی را دیدم با دیوارهای سیمانی بدون رنگ. در نقاطی از کمرکش دیوار به پایین‌های آن رنگ خون دیده می‌شد که به دیوار 4 چنگولی چسبیده و دلمه بسته بود. یک تخت فلزی فنری که 2 دستبند در طرف پایین تخت و 2 دستبند در قسمت بالای تخت به میله‌های فلزی تخت آویزان بود. یک میز چوبی فکستنی با 3 صندلی در 3 جهت میز و یک چراغ برق با حبابی فلزی از سقف تا نزدیکی‌های میز آویزان بود. بر روی دیوار قسمتی که مجاور در ورودی اتاق بود، یک تخته ابزار نصب شده بود که بر روی آن یک گاز انبر و یک انبر دست و یک چکش و پتک سنگین، یک انبر کلاغی بزرگ، یک میله نسبتاً بزرگ با دسته چوبی مانند یک درفش بسیار بزرگ و چند سیخ به ابعاد مختلف و چند شیشه خالی نوشابه داخل طوری‌هایی که غالباً در فروشگاه‌ها چند دانه سیر خشک در آن قرار می‌دهند به میخ‌هایی روی تخت تابلو آویزان بود. این ابزار هیچ هماهنگی با هم نداشتند و کسی نمی‌تواند حدس بزنه این ابزار در این اتاق به چه مصرفی می‌آید. پس از اینکه اتاق را کنجکاوانه بررسی کردم، متوجه شدم که خودم پشت میز در طرف ضلع بلند آن نشسته‌ام و آقای هاشمی رفسنجانی در سمت چپ من در طرف ضلع کوچکتر و یک نفر دیگر با هیکلی تنومند در روبروی آقای رفسنجانی نشسته است. آقای رفسنجانی بنده خدا یک چشمبند مشکی به چشم دارد و جلوی من روی میز چند برگ کاغذ امتحانی گذاشته شده که من مشغول نوشتن روی آنها هستم. شکنجهگر یا همان بازجو، یعنی همان برادر تعزیرات، چی از من پرسید؟ آقای هالو، تا حالا هرچه گفته نوشته اید؟ چیزی را جا نینداختید؟ گفتم خیر، مطمئن باشید پرسیدم. ولی قربان، معمولاً متهم اعترافاتش را خودش می نویسد و امضا می کند. من متوجه نمی شوم چرا این وظیفه را به من محول کردید. بازجو: مگر کوری نمی بینی دستهای علی اکبر خان به علت تعزیرات چون دست رهبر چلاغش شده و دیگر قادر به نوشتن نیست؟ گفتم چرا یادم رفته بود، من چرا اینقدر کم حافظه شدم؟ بازجو: بگذریم. آن چند برگ را ببر جلوی پای آقای رفسنجانی تا با انگشت پا روی آنها انگشت بزند و تایید کند. با ناراحتی و دلسوزانه 3 برگی را که نوشته بودم با استمپ جلوی پای ایشان بردم و کمک کردم تا انگشت شست پا را در استمپ قرار داده پای برگ ها بزنم. بازجو:
خب حالا بنال. میگفتن بهشتی را با 73 نفر تو کشتی. رفسنجانی: آخه چرا من سگ کی باشم؟ بازجو: باز دلت کتک میخواد؟ کوسه حرامزاده، چرا دروغ میگی؟ رفسنجانی: والله به خدا قسم. بازجو: اسم خدا را نیار لا مذهب بیدین. کدوم خدا؟ تو خدا را میشناسی؟ رفسنجانی: دیگه این طورها هم نیست برادر تعزیرات چیه محترم. بازجو: تو اگر خدا را میشناختی این همه دوز و کلک سر هم میکردی؟ رفسنجانی: والا ما هر کاری کردیم به خاطر اسلام عزیز بود. خب البته اگر در نتیجه کارهایمان پول و ثروتی تو جیبمان میرفت طبیعی بود. همانطور که رهبر فرمودند برای رسیدن به قله باید هزینه میشد. بازجو: خفه شو مردی که الدنگ، فقط جواب سوالو بده. بهشتی رو با 73 تن تو کشتی؟ آره یا نه؟ رفسنجانی: آقا جان، آن بمبگذاری کار کشمیری بود و مجاهدین خلق، به من چه ربطی داشت؟ بازجو: آخه قبلا ادعا می کردی با مجاهدین در تماس و همسو هستی. رفسنجانی: همانطور که امام مرتب خدعه می کردند من هم خدعه کرده بودم و کلک می زدم. شاید از این طریق هم محبوبیتی به دست بیاورم. چنانچه حاج احمد آقا هم یک زمان خودشان را وصل کرده بودند. آقای طالقانی که تا آخرش هم پدر طالقانی بودند. بازجو: پس کار تو نبود؟ رفسنجانی: خیر. بازجو سیلی محکمی به صورت رفسنجانی میزند. مردی که خیر یعنی بله یا نه؟ رفسنجانی: خیر معلوم است، یعنی کار من نبوده. بازجو: خفه شو، زر زیادی نزن. درباره طالقانی چی میگی؟ رفسنجانی: طالقانی را که میگفتند بهشتی کشته، مگه یادتون رفته مردم میگفتند بهشتی طالقانی را تو کشتی؟ به من چه ربطی داره؟ بازجو: حاج سید احمد آقا چی؟ یادگار نازنین امام. رفسنجانی: شما دارید از علمای شیعه جانبداری یا دفاع میکنید یا بر علیه آنها اقدام میکنید؟ بازجو باز سیلی محکمی تو گوش رفسنجانی میزند. به تو مربوط نیست، فقط جواب سوالو بده. حاج سید احمد خمینی را کی کشت؟ تو کشتی؟ رفسنجانی: کار گروهی بود، خدا را شکر. چون چندین نفر دخالت داشتیم نمی توانید تقاصش را از یک نفر بگیرید و یک نفر را قصاص کنید. بله، اما شما در مورد آن بسیجی تک‌تیرانداز آدمکش 2 نفر را قصاص کردید و پدرش منتظر قصاص دیگران هم بود. بازجو: خفه شو مردک، این حرفا به تو چه مربوطه؟ تو در مورد قتل‌های زنجیره‌ای و انداختن یک اتوبوس از نویسندگان و شاعران را به ته دره چی داری بگی؟ رفسنجانی: آن قتل‌ها کار یک عده خودسر بر اساس فتوای آقای قربان علی دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات انجام گرفت. بازجو: صبر کن. پس چرا میگه خودسر؟ اطلاعات چی ها؟ آن اقدامات بر اساس دستور بالاترین مقام وزارتخانه انجام گرفته. رفسنجانی: رهبر فرمودند خودسر، ما هم فرمایش رهبر را گفتیم. بازجو: ولی به شکلی همه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کردید. همه می گفتید من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. هیچ کس مسئولیت را قبول نمی کرد. آن پیرسگ هرزگوی چلاق می گفت داریوش فروهر و این افراد درست مخالف ما بودند، اما به ما کاری نداشتند، آزاری نمی رساندند. این جنایات وحشیانه کار دشمنان ماست. رفسنجانی: قربان، فرمایشات مقام رهبری که مسئولیتش با من نیست. من توانستم اتوبوس نویسندگان را که قرار بود بیفتد ته دره به مسیر درست هدایت کنم. کار دیگری از دستم بر نمی آمد. بازجو از عصبانیت چند بار با قدم‌های بلند دور اتاق راه می رود و سپس آمده دستانش را به دسته صندلی جلوی میز تکیه داده و مانند خرپشته‌های پشت بام‌های قدیمی روی صندلی خم می شود و سپس با خشم می پرسد: یعنی تو می خوای بگی در قتل عام زندانیان در دهه 60 هم کاری نبودی؟ رفسنجانی: من در آن ایام رئیس مجلس بودم. در آن ماجرا نقشی نداشتم. اصلا چه نقشی می توانستم داشته باشم؟
بازجو از روی عصبانیت مانند شیر غرشی کرده با یک حرکت صندلی را روی هوا برده بر سر رفسنجانی می‌کوبد و سر او مانند انار یا خربزه به دو نیم می‌شود و خون مانند فواره صورت و لباس و میز را خونی می‌کند. من که از وحشت نزدیک بود غالب تویی کنم بهم گفت اصلا نترس. اختوفی با خلط وسط شکاف سر رفسنجانی انداخت و دو نیمه سر را به هم چسباند و سپس ادامه داد. پدر سگ مادر جنده، رئیس مجلس بودی، از کار کردن در چنین رژیم جنایتکاری استعفا می‌دادی، مادر به خطا. رفسنجانی در حالی که زار زار گریه می‌کند می‌گوید بله، حق با شماست، اما شما نمی‌دانید قدرت چه چیز کثیف و زشتی است. ما همه مجذوب قدرت شده بودیم. نمی‌خواستیم آن را به هر قیمتی از دست بدهیم. آدمی که اسیر دست قدرت می‌شود، خودش را از آدم بودن به حیوان کثیف و خونخواری تبدیل می‌کند. بازجو که قدری آرام گرفته بود، خطاب به من گفت آقای فضول باشی، میبخشید در حضور شما بی‌تربیتی کردم. آخه این کثافت‌ها چنان باعث عصبانیت میشوند که هر چقدر فحاشی کنی و فحش‌های آبدار چاله میدانی بدی، باز دلت خنک نمیشه. قبول دارید؟ فوراً گفتم بله بله. بازجو شما هم اگر می‌خواهید می‌توانید چند تا فحش آبدار بهش بدید تا من از شرمندگی شما بتوانم خلاص شوم. توی چشمای رفسنجانی که هنوز مثل خانم‌ها گریه می‌کرد نگاه کردم و گفتم فحش، فحش، فحش. آقای بازجو نگاه تمسخرآمیزی به من انداخت و به رفسنجانی گفت بس دیگه، ننه من غریبم در نیار، هیچ فایده‌ای نداره. من همکنون احساس قدرت می‌کنم و برای حفظ این قدرت هر کاری می‌کنم. رفسنجانی مگر می‌خواهید با من بی‌نوای بدبخت چه کار کنید؟ آخرین حکم شما فرستادن من به جهنم است. آن را هم به دیده منت قبول می‌کنم چون می‌دانم حق من بیش از این هاست. بازجو پس قبول دارید مجازاتی بیش از ته جهنم را باید تحمل کنی. رفسنجانی البته البته. بازجو مشت محکمی به دهان رفسنجانی میزند که چند دندانش شکسته شده همراه با خون به کف اتاق تف میکند. بازجو باز سیلی دیگری به صورت رفسنجانی میزند که صدا گشت مثل برق منعکس میشود. رفسنجانی با گریه میگوید نزن، دیگه برای چی میزنی؟ بازجو تمام کسانی که در زندانهای شما بازجویی می شدند فریاد می زدند نزن، نزن بی رحم، اما شماها می زدید. رفسنجانی تو را به آن کسی که می پرستی حکم من را صادر کن. دیگه از گذشته حرفی نزن. بقیه‌اش را بگذار برای دیگران که بازجویی می شوند. بازجو هر کسی بازجویی خودش را پس می دهد. تو میخوای بگی من دیگه راجع به اسید پاشی به صورت زیبای بانوان و مسموم کردن دختران دبستانی و دبیرستانی و برخوردهای ددمنشانه ماموران امر به معروف و جوجلات‌های بسیجی حرفی نزنم؟ آره؟ مگه میشه؟ میتونی در یک کلام بگی این اعمال ضد بشری قرون وسطایی کار کی بود؟ رفسنجانی کار یک عده آدم‌های نادان خر مقدس. بازجو دوباره در صورتی که قدری آرام گرفته بود سیلی بسیار محکمی به صورت رفسنجانی میزند. گوساله خرندیش این را که ننه جون کهروبی هم میداند کار رژیم و بسیج و سپاه اطلاعات یا همان لباس شخصی ها بوده. بازداری از خودت افکار و اعمال سیاستمدارانه بروز میدی؟ گیرم کار یک عده جانی جنایتکار چرا دستگیر نشدن؟ نیروی انتظامی که نتواند از پس 4 آدم عقب مانده کله خر بر نیاد به چه دردی میخورد؟ فقط برای سرکوب و شلیک به سر و مغز جوانان؟ رفسنجانی آقای بازجو، برادر عزیز، از سر تقصیرات ما بگذر و حکم منو صادر کن برم ته جهنم. بازجو بری ته جهنم؟ رفسنجانی با تعجب و شگفتی میگوید جای بهتری برایم در نظر گرفتید؟ بازجو و اما حکم شما قطع یک دست و پای مخالف و نفی بلد. رفسنجانی با وحشت و اضطراب میگوید
این دیگر چگونه حکمی است؟ این از احکام قرآن مجید برای دنیای فانی بوده. تازه ما هم آن را اجرا نکردیم، با اینکه خیلی از علما خواستار اجرای احکام دقیق قرآن بودند. بازجو: اگر شما اجرا نکردید از روی ترحم و جوانمردی نبوده، بلکه توحش شما چنان بوی زننده اش مشام جهانیان را آزرده کرده بود که می ترسیدید اگر این احکام را هم پیاده و اجرا کنید کار خودتان تمام شود. رفسنجانی: ببخشید، نفی بلد از جهنم به کجاست؟ به بهشت رانده می شوم؟ بازجو با صدای بلند قاه قاه می خندد و دل خودش را گرفته پس از چند پیچ و تاب خدا خفت کنه رفسنجانی، تو را ابتدا با چنین حالی که دست و پایت قطع شده به نمکزار و دریاچه نمک تبعید می کنم تا حالت قدری جا بیاید و مزه شکنجه را به خوبی حس و درک کنی، سپس به درک واصل خواهی شد. رفسنجانی: ولی من در کارنامه ام کارهای خوبی هم کرده ام. من لقب سردار سازندگی گرفتم. من افراد غیر معمم و کاربلدی را در رأس امور قرار دادم. باید به کارنامه من بی‌طرفانه نگاه کنید. بازجو: افراد کاردان و کاربلد؟ یک مشت دزد تازه به دوران رسیده که فقط به فکر جیب‌های خودشون بودند. مثلا زنجانی، شهریاری یا مهدی رفسنجانی مدیرعامل متروی تهران؟ چرا؟ چون پسر تو بود و یک کشتی لوازم خریداری شده که مترو را در دریا گم می کند و به راحتی و پررویی مختص خانواده رفسنجانی ها می گوید در ساختمانسازی یک فرغون هم گاهی گم می شود. یا یاسر پسر دیگرت چه کاره بود که باید رئیس دفتر تو میشد تا هر چقدر میخواست دزدی کند تا عاقبت مجبور شوند جلویش را بگیرند. چرا؟ چون رئیس دفترت که یک معلم ساده بود به ثروت کلانی دست پیدا کرده بود. حالا نوبت یاسر جان شده بود. یا آن یکی برادرت چه کارنامه هنری و ژورنالیستی داشت که باید مدیر صدا و سیما بشود؟ یا دخترت تا آن زمان چه حرکت اجتماعی و سیاسی انجام داده بود که وکیل اول تهران برای مجلس شورا می شود؟ خجالت بکش مردک کوتوله که سالها باعث ادامه جنگ بودی. به جای لقب سردار سازندگی که توسط عواملت به خودت دادی، باید لقب سردار غارتگری و سردار غارتگران را یدک می کشیدی، نه سازندگی. رفسنجانی در این لحظه با یک حرکت شجاعانه خودش را روی پای بازجو انداخت و یک پای او را محکم با دستان چلاق باندپیچی شده اش محکم گرفت و مرتب بوسه به آن پای بازجو میزد که بازجو با پای دیگرش چنان ضربه‌ای زیر چانه بیریش آقای رفسنجانی زد که مانند توپ فوتبال به صورت من خورد و هر دو محکم خوردیم به دیوار و من از خواب پریدم. 12/9/1402 خواب و خوابنما. نویسنده ف الف، راوی نسیم. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. رویای شیرین آقای فضولباشی. بزرگترین امتیاز خواب دیدن در این است که هر چیز غیر ممکنی در خواب ممکن می شود. هر چیز غیر قابل دسترسی در خواب به آسانی دسترس و مال خود می شود. هر عاشقی می تواند به سادگی و بدون هیچ گونه مشکلی به وصال برسد و یا حتی شدیدترین و سختترین کینه ها را به آسانی در خواب می توان انتقام گرفت و یا اینکه مدارج علمی و پست ها و مقام هایی که در دنیای واقعی انسان فکر می کند هرگز به آنها نخواهد رسید در یک شب در خوابی راحت و خوش قابل گرفتن و لمس کردن می شود. و حتی دیگر لازم نیست برای پست ریاست جمهوری زحمت کشید و 6 کلاس درس خواند. در خواب اصلا احتیاجی به سواد نیست. کافی است مثل گوسفند یا خر بلد باشی بعبع یا عرعر کنی.
و آقای فضولباشی هم بر اساس همین قاعده از آنجایی که در دوران کودکی، یعنی زمانی که در دوره ابتدایی مشغول تحصیل و کسب علم و دانش بودند، تنها آرزویی که داشتند این بود روزی جای معلم روبروی بچه‌ها و کنار تخت سیاه بایستد و معلم شود. این آرزوی غیرقابل دسترس برایش حسرتی شده بود که بعد از دوران دبیرستان و یک دوره 2 ساله فوق دیپلم هم نتوانست به آن برسد. آرزویش بر شاخ آهو نشسته بود. او هم با یک تفنگ فکستنی حسن موسایی بدون گلوله و باروت به دنبالش می‌دوید. الغرض ایشان هم شبی خواب خوشی می‌بیند و از آنجایی که شیرینی این رویا را چند روزی در دستگاه گوارشی احساس می‌کردند، این رویا را برای همه تعریف و بازگویی می‌کردند و من هم چون آن را بی‌مزه و آبکی ندیدم برای شما تعریف می‌کنم و امیدوارم خودش به شما چیزی نگفته باشد و حال باید بگویم القصه. آقای فضولباشی خواب می‌بیند انقلاب شده و دولت انقلابی در به دنبال نیروهای فعال و متخصص و با دانش انقلابی می‌گردند تا پست‌های وزارت و مدیریتی مملکت را به آنها واگذار کند تا مبادا خدایی ناکرده یک جای چرخ انقلاب لنگ بزند. در همین احوال که هر روز یک وزیر شناسایی و انتخاب میشد، او هم منتظر بود برای یکی از شهرهای کوچک یا دهی به عنوان معلم انتخاب شود تا به آرزوی دیرینه‌اش برسد. این حسرت و انتظار زیاد به درازا نینجامید. یک روز صبح بهاری آقای فضولباشی تازه از خواب بیدار شده بود که خمیازه و نفس بلندی کشید و رفت جلوی پنجره و پنجره را باز کرد تا هوای تازه بهاری به اتاق و ریه‌اش هجوم آورد. ناگهان چشمش به اتومبیل لیموزین سیاه رنگی افتاد که راننده آن در حالی که خودش را به شیشه جلوی اتومبیل خم کرده و چسبانده با کلاهی که از سرش در حال سقوط است تا بر سر شیشه اتومبیل برود با دست به او اشاره می کند بیاید پایین. ابتدا فکر کرد اشتباه می کند. شاید راننده با کس دیگری باشد، اما خیلی زود متوجه شد طرف راننده خودش است. ولی متوجه منظور راننده نمی شد. فکر می کرد باید مثل بچه ها با او بازی کند. برای همین مرتب می رفت پشت پنجره پنهان می شد و باز می آمد جلو. تا اینکه راننده از ماشین پیاده شد و 2 دستش را جلوی دهانش گرفت و فریاد زد: چرا نمی آی پایین؟ چند ساعت منتظرت هستم. دیگه داره دیر میشه. فضولباشی هم مانند راننده دستهایش را جلوی دهانش گرفت و در حالی که تا کمر از توی پنجره به طرف پایین خم شده بود فریاد زد: برای چی باید بیام پایین؟ دوباره راننده فریاد زد: متاسفانه شما انتخاب شدید برای پست. فضولباشی فریاد زد: برای معلمی؟ برای معلمی که ماشین نمیفرستند. باز راننده که حنجره اش هم خسته شده بود داد زد: خیر، برای پست وزارت آموزش و پرورش. خواهش میکنم هرچه زودتر بیایید پایین دیوس. فضولباشی که از انتخابش در چنین پستی زیاد هم خوشحال نشده بود با بی‌تفاوتی گفت: یک قدری صبر کنید، الساعه خدمت میرسم. و پس از چند ثانیه فضولباشی که لباس اسموکینگ پوشیده بود خودش را جلوی راننده پیدا کرد و راننده به محض دیدن فضولباشی سر او داد زد: این چه لباس احمقانه است که پوشیده اید؟ جناب وزیر، خودتان را به شکل دلقک‌های سیرک درآورده اید. هرچه زودتر این لباس مسخره را عوض کنید. در یک چشم به هم زدن فضولباشی غیبش زد و در یک چشم به هم زدن دوباره با یک پیراهن آبی لی و یک شلوار زابدار پاره ظاهر شد. باز راننده گفت: خودتان را چرا شکل بچه پولدارهای لوس و نونور درآوردید؟ این بار فضولباشی با عصبانیت یک آستین پیراهنش را کند و خودش را هم به لجن‌های ته جوب به شکلی مالید که لجن کف جوی قسمت‌های پاره پایش را هم رنگی کرده و گفت: اینطوری خوب شد؟ و راننده جواب داد: بله قربان، حالا شدید یک وزیر انقلابی مردمی. فضولباشی خوشحال و مسرور در حالی که راننده در ماشین لیموزین را برایش باز کرده سوار ماشین شده و بعد از اینکه راننده پشت فرمان قرار گرفت پرسید: خب کجا می‌خواهیم برویم؟ و راننده جواب داد:
وزارتخانه قربان. شما فکر کردید کجا میخوایم بریم؟ فضولباشی: من فکر کردم اول خدمت صدر اعظم میرسیم و بعد هم خدمت اعلیحضرت پادشاه شرفیاب میشویم. راننده از توی آینه نگاهی غضبناک به فضولباشی میکند و محکم چنان روی پدال ترمز میکوبد که فضولباشی از قسمت عقب لیموزین به قسمت وسط پرتاب میشود. جناب وزیر، شما یک وزیر انقلابی هستید. اعلیحضرت و صدر اعظم کدام خریه؟ ما جمع دوستان وزیر را داریم که یک نفر خادم همه وزیران است به نام دوستیاران که جمع دوستان را هدایت می کند. همین و بس. فضولباشی: دوست؟ متوجه نمی شوم. راننده: حالا دیگه به وزیر میگیم دوست، به نخست وزیر دوستیاران، به رهبر دوست فداکار. حالا متوجه شدید؟ فضولباشی که توانسته بود خودش را جمع جور کند گفت: این عمل شما در رانندگی که ضربه بدجور و خرابی برای اتومبیل مردمی دارد هرگز فراموش نمی کنم. اما دوست راننده، من یک بار دیگر هم وزیر آموزش و پرورش شده بودم که خیلی زمان نبرد. به کوتاهی یک چشم هم زدن بود. اینکه اگر به عنوان معلم انتخاب می شدم خیلی راضی تر بودم. متوجه می شوید؟ راننده: بله قربان، ولی معلمی کجا و شما کجا؟ ببخشید، هر دوست خری می تواند وزیر شود، اما هر کسی لیاقت ندارد در کسوت معلمی درآید. معلمی از شریفترین مشاغل است که شریفترین انسانها پذیرای این شغل می شوند، نه هر خری. فضولباشی: متشکرم. این را هم باز شما به خوبی به من آموختید و من از شما سپاسگزاری می کنم. اما شما چند بار به من توهین کردید. فکر نکنید نفهمیدم. ابتدا به من گفتید دیوس به جای ادای احترام و گفتن کلمات محترمانه. راننده از توی آینه باز نگاهی به فضولباشی می کند و لبخند ملیحی تحویلش می دهد و سپس می گوید: بله متوجه هستم، اما جناب دوست، شما دوست آموزش و پرورش هستید. یکی از مهمترین پست هایی که اگر عملکرد خوبی داشته باشیم می توانیم در تمامی رشته ها در برابر امپریالیست و کاپیتالیسم لجام گسیخته پیروز شویم. فضولباشی: اینطوریه؟ من متوجه نبودم. راننده: از شما بعید قربان. شما و ما باید در تمامی جبهه‌ها بر علیه هجوم فرهنگی جهان پیشرفته و پست مدرنیسم مبارزه کنیم. ما باید از یک فرهنگ واحد انقلابی پیروی کنیم تا نسل‌های آینده ما هم انقلابی باشند و انقلابی بمانند. این است که گفتن دیوس در فرهنگ انقلابی و مبارزه‌جویی مردمی و مردم سالاری ما فحش نیست بماند، یک نوع تعارف و خوشامدگویی است و باید کاری کنیم فرهنگ کثیف و آلوده و ضد بشری برژوازی سرمایه‌دارها را چنان مرعوب و میخکوب کنیم که دیگر قدرت بالیدن نداشته باشند. فضولباشی: آفرین، احسنت. راننده: قربان، نشد دیگه. اگر می‌خواهید بنده را تشویق کنید، بفرمایید. دوست انقلابی، درست و حسابی زر زدی، زبانت گویا، مشت‌های آهنینت همیشه سنگین و آماده باد. فضولباشی: دوست گرامی، دوست انقلابی، درست و حسابی زر زدی، زبانت برای همیشه بریده باد. معذرت میخوام. زبانت برای همیشه گویا باد و مشت‌های سنگینت بر دهان دشمنان. راننده: عالی بود، عالی. خیلی خوشحالم کردید. اینو میگن تشویق انقلابی. خیلی خیلی خوش زر زدی وزیر انقلابی. فضولباشی: اگر به من کمک کنید بفرمایید چه برنامه‌ای بنده در پیش روی دارم، من هم خوشحال خواهم شد. راننده: اولا وزیر انقلابی دوست داشتنی، باز یه خورده خراب کردید. اگر سوال دارید همان زر بزن را باید بگید. مثل اینکه شما نمیتوانید عادات زشت خورده برژوازی را کنار بگذارید. دوست من، شما تا وارد وزارتخانه شدید کلیه کارمندان کار را تعطیل کرده صف کشیده اند برای دیدار شما و شما باید بلافاصله برای معلمان مشتاقی که آنها هم برای دیدار شما مراکز آموزشی را تعطیل کرده اند و سهم بزرگی در انقلاب داشته اند سخنرانی کنید.
تا متوجه هم برنامه‌های انقلابی شما درباره خودشان شوند و هم در رابطه با آموزش و پرورش بدانند شما چه طرح‌های انقلابی دارید. فضول باشید. این برنامه از ابتدا تا به انتها غیرقابل اجرا و احمقانه است. راننده: چرا دوست جان؟ فضول باشید. باید از قبل به من میگفتی تا من فکری میکردم و هم برای معلمان از لحاظ معیشتی و خدمات کاری و هم برای تعلیم و تربیت بچه‌ها برنامه‌ای میریختم. راننده: آقای وزیر، ما انقلاب کردیم و داریم انقلابی عمل میکنیم. والله اگر به شما چند ماه هم وقت میدادند با 10-20 نفر مشاور تا برنامه‌ای تهیه کنید، با حرکت امروز شما فرقی نمیکرد. نمیدونم شما چرا متوجه نیستید؟ میخواهید مثل سیاستمداران بورژوازی وقت داشته باشید تا دوز و کلک جور کنید. اصلا شما به من بگید اگر از قبل به شما میگفتند وزیر آموزش و پرورش هستید، شما فکری هم داشتید یا دارید که بخواهید پیاده کنید؟ فضول باشی. کاملا درست زر زدی یار راننده، باید انقلابی بزنیم. راننده: لطفاً دوست جان، مواظب باشید در صحبت‌هایتان حرف عمل را نزنید، چون مردم را به یاد دو پدیده عملی می‌اندازد. یکی عمل معتادان گرامی، اونها هم کارشان عمل است و عمل دارند، و دیگر عمل پزشکان با وجدان وطنی و پولهای کلان و آه و اشک‌های بیمارانی که التماس می‌کنند و پول عمل را ندارند و مجبور می‌شوند یکی از نزدیکان کلیه یا مغز استخوان و قرنیه چشم بفروشند تا شاید خرج عمل بیمارشان درآید. پس می‌بینید که اصلاً حرف عمل را پیش نکشید بهتر است. فضول باشی. باشه حتما. خوب شد تذکر انقلابی دادی. آقای فضول باشی بعد از داخل ماشین خود را بالای ایوانی دید مانند ایوان کاخ مرمر شاه در چهارراه پهلوی سابق. همان بالکنی که 17 دی شاه از آنجا برای خانم‌ها سخنرانی کرد. حالا معلمان جلوی آن تجمع کرده اند و برای فضول باشی دست میزنند و دست تکان میدهند و شعار میدن. فضول باشی، زنده و پایدار باشی. فضول باشی، تو بانی سنگینی جیب معلم باشی. فضول باشی انقلابی، تو دوست انقلابی. فضول باشی که حوصله‌اش سر رفته بود، یک قدمی برداشت و پشت میکروفون قرار گرفت و با صدای بلندی گفت: بسه. اما کسی گوش به حرف او نداد و باز هم به شعار دادن ادامه دادند. دوباره فریاد زد: بس دیگه. باز با فریاد کشیده کشداری گفت: بس. اما فایده این نداشت. گویا آنها آمده بودند خود فریاد بزنند و شعار بدهند. قرار نیست به حرف کسی گوش کنند. این بار فضول باشی مشتهایش را گره کرد. با فریادی گوش خراش فریاد زد: خفه شید. میخواهم سخنرانی کنم. جمعیت ناگهان چنان ساکت شدند مثل اینکه در آن میدان و خیابان جنبنده ای وجود ندارد و کسی نفس نمی کشد. در اینجا فضول باشی با صدایی متین گفت: درود بر خواهران و برادران معلم مبارز و انقلابی. معلمین عزیز، معلوم است از امروز که وزارتخانه در دست شماست و وزیرش از شماست. دیگر نباید دغدغه معاش و چیزهای دیگر مادی را داشته باشید. در روبروی شما فقط یک هدف، یک آرمان و یک برنامه و یک دغدغه بیشتر وجود ندارد. تعلیم و تربیت فرزندان انقلابی این ملک و بوم. باید به بچه‌هایمان با سرعتی انقلابی رسیدگی شود. باید تعلیم و تربیت را از شکل و فرم بورژوازی آن به صورتی دلخواه و انقلابی درآورد. در کتاب‌هایمان باید به جای داستان‌های احمقانه خدا شاه میهن یا خمینی خدا امام پیغمبر، داستان‌های علمی انقلابی و کارگری باشد. باید اشعار کتاب‌های بچه‌ها انقلابی و در حمد و ثنای کارگر باشد. نباید بچه‌ها را به زور فلک کرد و با تهدید وادار به درس خواندن کرد یا از ترس نمره. بچه‌ها باید از روی عشق و ایمان انقلابی درس بخوانند و چقدر زیبا می‌توانیم بدین شکل درس خواندن را به بچه‌ها آموزش دهیم. چگونه؟ مثلا داستان درون کتاب را سر کلاس بچه‌ها گروهی برای همدیگر بازی و دکلمه کنند. باید تمام نمازخانه‌ها را تبدیل به سالن‌های تئاتر و کتابخانه کرد.
معلمان عزیز، بچه‌ها گل‌های سرسبد زندگی هستند. این گل‌ها را نباید به خاطر معیار احمقانه 0 تا 20 نمره داد و پژمرده کرد. اصلا کی گفته دانش و سواد بچه‌ها را با چند عدد مقایسه و برآورد کنیم؟ بعضی معلمان عزیز میگویند نمره 20 مال معلمه و 20 را به بچه‌ها نمیدهند. چرا؟ آقا یا خانم معلم، 20 به چه درد تو میخوره؟ میخوای چه کارش کنی؟ شما به بچه‌ها 20 بدهید. شادی و شعف و سپاس را در چشمانشان ببینید. فکر می‌کنید با آن 20 بچه دانشمند می‌شود و اگر 20 نگیرد بیچاره و درمانده می‌شود؟ همکاران عزیز، بگذارید بچه‌هایمان شاد و خوشبین باشند. هیچ نمره ای نمی‌تواند معیار ارزش‌های بچه‌ها باشد. معلم عزیز، بچه‌ها توانایی‌های مختلفی دارند. هوش هیچ بچه‌ای با هوش بچه دیگر یکسان و در یک سطح نیست. اگر بچه‌ای برای یادگیری مشکلی دارد، با دادن نمره کم و رد کردنش در امتحان هیچ موفقیتی حاصل نمی‌شود. فقط بر یأس و افسردگی بچه افزوده می‌شود. نمره ها را در جیب و کیف های خود نگهداری نکنید. کاری کنید بچه های یک کلاس با هم دروس را یاد گرفته به طور جمعی به مدارج و کلاس های بالاتر برسند. آن کس که استعداد بیشتری دارد به طور یقین نه به خاطر نمره است که استعدادش شکوفا می شود. برای شکوفا شدن استعدادها باید کار کرد. باید برای بچه های گلمان بیشتر کار کنیم. مردود شدن بچه ها ممنوع. اگر بچه ها نباشند ما هم نیستیم. تا اینجا در پایان هر جمله شنوندگان با کف زدن فضولباشی را تشویق می کردند. اما در پایان این جمله او را که تشویق نکردند، سکوت مرگباری هم فضا را اشغال کرد که یک نفر از میان جمعیت فریاد زد: اگر ما هم نباشیم بچه ها نیستند. چرا؟ بچه ها هستند، نه سر کلاس. در کوچه و خیابان مشغول بازی و کشتن زمان هستند یا تبدیل به بچه های کار شده اند. و آن وقت چون بی‌سواد در این مملکت زیاد می شود، شماها باید در کلاس های اکابر مشغول شوید. بزرگسالانی که فقط 1 کلاس و 2 کلاس و 6 کلاس بیشتر سواد ندارند. در چنین حالتی می شود مملکتی که رئیس جمهورش 6 کلاس سواد دارد مسلم است رده های پایین تر اصلا سواد نداشته باشند. پس می بینیم شما هستید. چنانچه از بدو تاریخ حضور مثبت و زیبایی داشتید. پس خواهید بود با کار سنگین تری که باید شبانه روز برای بچه های گل و معصوممان کار کنید. برایش دست میزنند و هورا میکشند. بچه ها را باید قوی و شاد و سرزنده داشته باشیم و اما در مورد معیشت معلمان عزیز و انقلابی کشور، همانطور که میدانید ما در کوران انقلاب هستیم و شما معلمان انقلابی کشور باید کمربندها را محکم کنید و قدر ریاضت و صرفه‌جویی پیشه کنید. از امروز ما معلمان انقلابی و فداکار و فداپیشه هر ماه مبلغ 10,000 تومان از حقوق خود را به صندوق تعاون دولت انقلابی برای رفاه حال مردم تهی دست می‌ریزیم. برای ما پرخوری و راحت طلبی حرام است. زمان کار و هنگامه کارزار و مبارزه است، نه شکم پروری و بیار بودن. یک معلم انقلابی باید انقلابی عمل کند. یکی از معلم‌ها فریاد زد: خفه شو پدر سگ. و یکی دیگر بعد از او فریاد زد: سیک دیر اشک. فضولباشی: من خفشم؟ من وزیر انقلابی فکر می کنم باز هم هوس تفنگ و گلوله کردین. حالا دیگر نظم میدان به هم خورده. عده‌ای فریاد می زدند ما انقلاب نکردیم، یه بیشعور وزیر شه، و عده‌ای جواب می دادند ما انقلاب نکردیم، جیب دیگران سنگین شه. حالا یک نفر را روی دست بلند کردن، با دادن شعارهایی به طرف ساختمان هجوم می آورند و مرتب شعار می دن: آموزش و پرورش انقلابی، معلم انقلابی، مدرسه انقلابی، ما انقلاب کردیم، ما انقلاب کردیم، ما انقلاب کردیم، وزیر انتخاب کردیم، وزیر ما معلم. راننده خودش را به فضولباشی رسانده، از پشت لباس او را گرفته او را به داخل عمارت می کشد تا گوجه فرنگی هایی که معلمین پرتاب می کردند به او برخورد نکند. و فضولباشی سعی می کرد خودش را از دست او رها کند و مرتب فریاد می زد: ولم کن که از خواب بیدار می شود. 25/9/1402 خواب و خوابنما. نویسنده
ف الف. راوی نسیم. پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. این دیگر خواب نیست. این یک داستان واقعی است که برای من فضولباشی اتفاق افتاده و من بدون یک نقطه کم یا زیاد برای شما تعریف می کنم. بله، گوشی موبایلم زنگی زد که نشان دهنده ورود پیامک بود و چون به تازگی تمامی پیامک ها را پاک کرده بودم، فوراً صفحه مسیج را آوردم، شروع کردم به خواندن تا اگر آگهی بود بلافاصله پاک کنم. اما برگ جریمه ای بود به علت کشف حجاب در اتومبیل و 10 نمره منفی با کد 14. من که از شوک وارده داشتم سکته می کردم. فردا صبح زود از خانه زدم بیرون تا نزدیکترین پایگاه پلیس امنیت ملی را در محله پیدا کنم و علت صدور چنین برگه بی دلیل و بی مسمای جریمه را جویا شوم. چون ماشین پراید بنده به مدت 6 ماه است که در پارکینگ خانه به علت سوختن سرسیلندر متوقف و در بستر بیپولی بستری می باشد. به امید اینکه بگویند اشتباه شده، مانند مرغ بالو پرکنده شده ای بالبال می زدم. تا عاقبت از یافتن پایگاه پلیس امنیت اخلاقی ناجا صرف نظر کرده به کلانتری محل مراجعه کردم. خدا پدرشان را بیامرزد. این یک کار را در جهت آسایش و راحتی مردم فلک زده به خوبی عمل کرده بودند. به جای 1 نفر پاسخگو برای صفی که از ابتدای صبح علالطلوع به طول 500 متر تشکیل شده بود، 2 نیرو را به پاسخگویی موظف کرده بودند. به اصطلاح تعداد چوبگذاران را خودشان بیشتر کرده بودند. اما هرچه به انتهای صف که رسیدن به باجه‌های پاسخگویی بود نزدیکتر می شدم، امید و آرزوهایم کمرنگتر و بیرنگتر می شد. چون می دیدم مردم به چه شکلی از باجه‌ها دور می شوند. تازه ای کاش مشکل فقط این بود. چندین بار اینترنت قطع می شد و کار تعطیل و صف به هم می خورد. تا اینکه عاقبت نوبت به من رسید. تا جلوی باجه رسیدم، سلام نکرده مأمور پرسید کدت چنده؟ میدونی؟ فوراً گفتم 14. فرمی گذاشت جلوی من و گفت شما که اعتراض دارید پرش کن. پرسیدم بنده را میفرمایید؟ با اخم و تخم و صدای بلندی گفت اینقدر سوال نکن. هرچی دلت میخواد تو این فرم بنویس و این فرم را پر کن. فضول باشی. گفتم آخه این که رسم دادرسی نمیشود. مأمور با تندی و عصبانیت گفت خفه شو، حرف زیادی نزن و فرمو پر کن. برادر من، این چه رسمیه؟ هنوز حرفم تمام نشده بود که از جا بلند شد و یقه من را گرفت. مأمور: چی گفتی؟ به مأمور دولت در حال انجام وظیفه با این حجم کار چی گفتی؟ فضول باشی. من گفتم عرض کردم اگر هم کردم غلط کردم. مأمور: فقط غلط کردی؟ خجالت نمیکشی مرتی که احمق شورشی؟ فضول باشی: بله؟ من شورشی؟ مأمور: بله و زهر مار. چی شد؟ جا خوردی؟ برو رو همون نیمکت روبروی من بشین، سرم خلوت شد، میام حسابتو میرسم. مثل بچه یتیم‌های مادر مرده کس کردم و روی نیمکت فرو شدم. یک شیرپاک خورده که دلش به حال من سوخته بود به هم نزدیک شد و به آهستگی به هم گفت اون فرمو پر کن، یواشکی برو پیش رئیس کلانتری. در حالی که زیرچشمی مأمور را که واقعا سرش هم شلوغ بود نگاه می کردم و مواظب بودم متوجه کارم نشود، فرم را با سرعت غیرقابل تصوری پر کردم و یواشکی از جایم بلند شدم و رفتم به طرف اتاق رئیس کلانتری. چند ضربه به در زدم و فوراً داخل شدم و سلام کردم و ای کاش این کار را نکرده بودم. ایشان که گویا از ورود من یکی خورده بودند، دهانش را باز کرد و هرچی دل تنگش خواست ریخت رو سر و صورت من. فریاد میزد مگه اینجا گود زنبورک خانه است؟ توی طویله هم اینجوری وارد نمیشن. تو کجا بزرگ شدی؟
مطمئنی سر سفره پدر و مادرت نون خوردی؟ حالا که مثل لات‌های گد مگسی وارد اتاق شدی بگو چی میخوای؟ فضول باشی. ماشین ما تو پارک. رئیس: بسه. فریاد زد: امام قلی. سرباز درجه داری وارد می شود و پا می کوبد. این گردن کلفت رو ببر پیش معاون و بهش بگو من دستور می دهم به کارش رسیدگی شود. امام قلی دوباره پای کوبیده خبردار می ایستد و خطاب به من: بفرمایید. خواستم برم دستشو ببوسم که خیلی زود پشیمان شدم و زبانی تشکر کردم. خیلی ممنون قربان. متشکرم. عفو بفرمایید. دیگه تکرار نمیشه. رئیس: خیلی خوب. برو. به اتفاق سرباز از اتاق خارج شدم و به اتاق معاون رفتیم. البته سرباز در زد. وقتی معاون گفت وارد شوید به اتفاق وارد اتاق شدیم. سرباز پس از ادای احترام دستورات رئیس را به معاون ابلاغ کرد و من توی پوستم نمی گنجیدم و فکر می کردم با کون افتادم توی ظرف عسل. ولی زود باوری و شادی من زیاد طول نکشید چون معاون فرمودند: عمو جان ما خیلی کار داریم. مثل شما بیکار نیستیم. خیلی سریع و مختصر بگو ببینم مشکلت چیه؟ من که دیگه گوشی آمده بود دستم مثل برق و باد گفتم اتومبیلم 6 ماه تو پارکینگ بوده برام برگ جریمه آمده. معاون: همین؟ شما عجب مردم بیکار و پرتوقعی هستی. امام قلی وارد شده پس از ادای احترام امر بفرمایید. معاون: این بابای بیکار و پرمدعا را ببر باجه پیش سروان اصغری بگو سرهنگ و معاون سفارش کردن کارش را راه بیاندازی. بفرمایید آقا تمام شد. فضول باشی. خدا سایه شما را از سر این مملکت کم نکنه. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم قربان. معاون در حالی که در خروج را نشان میداد گفت: بفرمایید هرچه زودتر به کارتان برسید. شاد و خوشحال به اتفاق امام قلی از اتاق معاون بیرون آمدیم. امام قلی از جلو و من هم مثل بره‌ای که به دنبال بزی می‌دود پشت سر او تند راه می‌رفتم تا اینکه رسیدیم به همان اتاق بزرگی که فرم را بهم داده بود و ازش شوکی بودم و دقیقاً رفتیم پیش همان سروانی که از دستش فرار کرده بودم. سرباز احترام گذاشت و وقتی گزارشش تمام شد سروان اصغری نگاه تندی به من انداخت و گفت: مگه بهت نگفته بودم از روی اون نیمکت تکون نخوری؟ فکر نکردی با این حرکت احمقانه‌ات یک آشی برای خودت پختی که یک وجب روغن روشه؟ خطاب به سرباز گفت: شما مرخصید. و سرباز پا کوبید و رفت. فرمی که پر کردی بده ببینم. به سرهنگ گفتی به افسرش بی احترامی کردی؟ فضول باشی. خیر قربان. اصغری: چرا؟ زرنگی کردی؟ فضول باشی. خیر قربان. اصغری: ترسیدی؟ فضول باشی. خیر قربان. بله قربان ترسیدم. بدجوری هم ترسیدم. حالا شما گذشت بفرمایید. خام شدم. نفهمی درآوردم. شما به بزرگی خودتان ببخشید. اصغری: چی رو ببخشم؟ توهین‌های تو را؟ تو بودی میبخشیدی؟ به یک افسر دولت در حین انجام وظیفه توهین کردی. میدونی چه مجازاتی داره؟ فضول باشی. بله قربان، اما باور کنید من جسارتی نکردم. شاید. اصغری با خشم و غضب گفت: نکردی؟ یعنی من دروغ میگم؟ فضول باشی. خیر قربان، من خواستم بگم. چی بگم؟ یعنی غلط کردم. نفهمیدم. شما بزرگواری کنید و ببخشید. از خجالتتون در میام. چند اسکناس 100,000 تومانی را یواشکی زیر کاغذ جلوی باجه گذاشتم. شرمنده‌ام. شما بزرگید. گذشت بفرمایید. اصغری: ما که گذشتمان در برابر شما مردم بیچشم و رو زیاده. یک گلوله میزنیم تو سر یا چشمتان کلی بهمون فحش میدین. جواب نمیدیم. حتما خودت دیدی وقتی با باتوم و ته تفنگ تو سر و کله آشوبگرا میزنیم یک عده‌ای فریاد میزنن و به ما میگن بی شرف. آره ما بی شرفیم ولی در مورد تو گذشت کردم. بگو ببینم چی میخوای؟ فضول باشی. مختصر و مفید عرض میکنم. ماشین من 6 ماه تو پارکینگ به علت خرابی خوابیده. برگ جریمه بدحجابی براش صادر شده. اصغری:
برای همین علم شنگه راه انداختی؟ برای یه جریمه ناقابل؟ فضول باشی. آخه اصغری. آخه نداره پسر جان، برو بده خیال خودتو راحت کن. فضول باشی. آخه ماشین من در تردد نبوده. اصغری. نبوده که نبوده. بالاخره میری بیرون. حالا نه بعد از 6 ماه دیگه یا 1 سال دیگه بیرون میری یا نه؟ فضول باشی. خب برم. اصغری. خب که خب وقتی میری بیرون احتمال زیادی داره جریمه بشی. فضول باشی. آهان اون جریمه را میزنید پای این؟ اصغری. نه خیر. هر چیزی جای خودش. شما باید فرض کنید 2 بار جریمه شدید. فضول باشید. عجب راه حلی آقای محترم، بی جهت من را جریمه کردن. من هرگز این پول را نمیدهم. پرداخت چنین جریمه ای برام زور داره. اصغری. اصلا فکر کن پول این جریمه را انداختی تو صندوق صدقات. فضول باشی. پول به گدا دادن یا انداختن در صندوق صدقات بر اساس میل شخصی است، نه اجباری. خیر حضرت آقا، پرداخت این جریمه زور داره. اصغری. زور داره که داشته باشه. من خواستم کمکت کرده باشم. خود دانی، نرو بده. ولی بعد همین ماشین خراب توقیف میشه. برای رفع توقیف باید خلافی بگیری و جریمه ها را پرداخت کنی. مالیات های مانده را پرداخت کنی. پول پارکینگ هم بدی تا به امروز برسی. فضول باشی. اینطوریه؟ اصغری. بله که اینطوریه. من واقعا خواستم کمکت کنم. وگر من فرمو ازت میگرفتم و به من مربوط نبود. فقط سنگ قلابت میکردم. بعد چند روز رفت آمد آخرش هم به همینجا میرسیدیم. که این شلوغی و ازدحامو ندیدی؟ همه اینها مشکل تو رو داشتند. آنها که عاقل بودند رفتن و پرداخت میکنند. ما بقی که مثل تو بودند و صبور قلاب سنگ شدند. بیچاره ها حالا باید سرگردون بشن. آخرش هم پرداخت میکنن. من صادقانه دارم بهت لطف میکنم. فضول باشی. قربان، شما چه جناب سروان مهربانی هستید. جناب سروان، به نظر شما اگر جریمه را پرداخت کنم دیگه مسئله حله؟ مشکل دیگه ای نیست؟ اصغری. نه دیگه، اجبار روی پرداخت جریمه است. فضول باشی. خدا پدرشون رو بیامرزه، پدر شما را هم همینطور. چه قوانین ملاحظه کاری و چه پلیس های فداکاری. چشم، بنده پرداخت میکنم. چشمم کور خلاف کردم، باید جریمه اش هم بدم. پس جناب سروان، فرمودید با پرداخت جریمه مسئله دیگری باقی نمیماند؟ اصغری. چرا؟ فقط 10 شماره منفی هم به حساب شما گذاشته میشه. فضول باشی. اونو چی کار کنم؟ اصغری. هیچی. فعلا برای شماره های منفی تصمیم جدی نگرفتند. چنانچه برای آمران مبارزه با امنیت اخلاقی آقایان تصمیمی جدی گرفته نشده. فضول باشی. آمران مبارزه با فساد آقایان؟ اصغری. بله آقایان. مامورانی هستند که وظیفه دارند به خانه اشخاص ورود کرده اگر مردی با شلوارک یا بیژامه رنگی یا گلدار و یا با عرقگیر 2 بنده در منزلش تردد می کند را جریمه و بازداشت و ارشاد نماید. فضول باشی. عجب بلعمه‌ای شده است. این قانون در دست قانونگذاران متخصص اینجاست که باید گفت بزک نمیر بهار میاد، کنبوزه با خیار میاد. اصغری. این چه ربطی داره به آمران شریف پلیس اخلاقی؟ فضول باشی. آخه این مردم خوشباورگیج به دنبال آزادی میگردند. اصغری. حالا که به هم اطمینان پیدا کردیم، من میگم بهتره بگی هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. فضول باشی. یا اینکه باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نتایج سحر است، که این هنوز از نتایج سحر است، که این هنوز از نتایج سحر است. پایان. 15/12/1402 AvaGeboot.com